إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. دایات قبلی الله تبارک و تعالی اهمیت قصاص، حکم قصاص بیان کرده بود. کدام تبعیض طبقاتی که در بین مردم موجود بود الله تبارک و تعالی او را از بین برد و نظام قصاص در شریعت اسلامی بیان کرد. در اسلام یکی از جمله برنامه ها برای حفظ نفس انسانی مسئله قصاص است. گفته بودیم 5 چیز در زندگی انسان خیلی اهمیت داره: مال انسان، نفس انسان، آبرو انسان، دین انسان و عقل انسان. الله تبارک و تعالی در برای حفاظت هر 5 انتظام خاصی کرده و هر کسی که تعرض به 5 چیز میکنه الله جزای خاصی را برش مقرر کرده. یکی از او جمله مسئله نفس بود. اگر سریزی تعرض صورت میگیره الله جزای خاصی برش مقرر کرده که قصاص قاتل است، یعنی قاتل از بین بردن. اگرچه این موضوع یک سلسله اعتراضات در جهان امروزی ما به نام نقض حقوق بشر بالا کرده و اعتراض داره که یک نفر خو از بین رفت چرا نفر دیگه هم از بین بره. اما کسانی که حکمتهای خیلی عمیق اسلام درک کرده نمیتونه همچون مسائل مورد اعتراض در ظاهر قرار میده، در حالی که قاتل از بین بردن به مثل یک مریضی است یا یک عضوی که او فاسد شده باشه از بین بردن او عضو است و همچنان سبب جلوگیری از قتل‌های سلسله‌ای میشه، چرا که به قاتل جرأت داده نمیشه که تو دیگه باقی مانده هر کسی را که از بین میبری بری تو اجازه است. از او خاطر نظام مقدس اسلام مسئله قصاص مشروع کرد. اما این برای خود شخص انسان نیست بلکه برای سلطه و حکومت سپرده شده تا شریعت اسلامی توسط قاضی فیصله قتل ازیره بکنه، قصاص ازیره و بعد از اوی قصاص شود. نظام مقدس اسلام چیزی دیگری که در نظر گرفته شد او عفو کردن بود. عفو کردن 2 قسم بود، یکی در مقابل دیت بود، یکی بدون دیت بود. اگرچه بدون دیت عفو کردن فضیلت خیلی بیشتری داره، خود در موقعی است که قاتل نعوذ بالله از این سوء استفاده نکنه، برای از او جرأت دیگه داده نشود که دیگه قتل را ادامه بده. در صورتی که قاتل خیلی نادم باشه، واقعا او سری عمل خود بسیار پشیمان شده باشه، در اون صورت عفو خیلی بهتر است. اما گاهی اوقات عفو همراه دیت می باشه. یک انسان از نفس خود قدر زیاد آماده است که نفسش از بین بره اما سری مال خیلی زیاد محکمی میکنه. ما در یک معامله قتل شریک شده بودیم، پدرش میگفت میگه بچه مرا بکشی خود زمین مرا نده. بچه تیر بود خود زمین تیر نبود، مال خیلی زیاد دوست داشت. در نظام اسلام مسئله قصاص در میانه است، هم قصاص است هم عفو است، برخلاف نظام های یهودیت و نصرانیت. برای یهود تنها موضوع قصاص بود و در نصارا تنها موضوع عفو بود. حالان که هر 2 حکم موجود باشه این خیلی امر مناسب است. بعضی اوقات اگر عفو نباشه، قاتل از اقربا باشه، مقتول کشته باشه، تمام امو اولادای از او و ورثه از او بار دوش خودش میشه. اگر یام از بین بره هر 2 فامیل از بین میره. از او خاطر عفو هم در اسلام جایز شد و همچنان قصاص جایز به خاطری است که اگر مسئله عفو موجود باشه قاتل دیگه هم جرأت پیدا میکنه، دیگه هم شروع میکنه به قتل. بعد از او الله تبارک و تعالی به فلسفه قصاص اشاره کرد که در یک نوع حیات است برای کسایی که صاحب عقل است را میفهمه. و شما اگر به خاطر از اینکه شما خودداری کنی، یعنی همچون تجاوز و تعدا باید صورت نگیره. یقینا که قانون قصاص یکی از جمله عوامل بسیار زیاد از جلوگیری قتل هاست. در کدام مملکتی که نظام قصاص وجود نداره در اونجا قتل ها خیلی زیاد میشه، اما در کدام مملکتی که قانون قصاص وجود داره در طول سال یک قتل صورت نمیگیره و این بالکل تجربه شده و واقعیت داره. از همین خاطر اعتراضاتی که سری قانون از طرف استعمار جهانی میشه یا کسایی که ملحدین است و با دین رابطه نداره، اعتراضای خیلی بیجا و نامعقول است، چرا که تجربه ثابت کرده که قانون قصاص چقدر امنه و چقدر سبب یا وقایه برای حفاظت انفس است. بعد از الله تبارک و تعالی در اینجا موضوع حفاظت مالا را ذکر میکنه.
طبعا انسان وقتی در سرحد میرسه که دیگه عمرش باقی نمیمانه. اکثر در صدد عزیز که تلاش میکنه مالش به کسی دیگر باقی نمانه، وصیت‌ها میکنه به هر کس. چرا که آخری عمرش است میگه من چی کنم بچه چی کنم دیگه اقارب خدا باید به هر کس بدم که امی مال هر طرف مصرف شوه. الله تبارک و تعالی در اینجا موضوع مال، اهمیت مال اشاره میکنه که مال هم یکی از جمله اموری است که پیش الله قدر و قیمت داره. از همون خاطر از او تعبیر به خیر میکنه. یقینا مال خیر است. اگر ما سرمایه خود در جای درست استفاده بکنیم از این که بهترین چیز یقینا وجود نداره. ما نعمتهای جنت کمایی توسط مال خود میتونیم، خو شرط است که مال در موقع درست استعمال شود، از موقع درست کمایی شود، از راه حلال و در موقع درست مصرف شود. از او خاطر در دین مقدس اسلام آنچنان که نفس قدر و ارزش داره مالم قدر و ارزش داره. از همون خاطر است که الله تبارک و تعالی قانون وصیت عالی برای ما بیان میکنه برای حفاظت مالای ما. چرا که بعضی اوقات انسان در حالت مرگ که میرسه در قصه دیگه چیز نیست، مال خود در طرف توصیه میکنه. الله تبارک و تعالی در اینجا قانون برای ما بیان میکنه که وصیت تا چی اندازه برای کی و چه قسم وصیت باشه. یکی از امور ضروری که انسان از دنیا سفر میکنه موضوع وصیت است. انسان وقتی در مرگ نزدیک میشه بلکه قبل از مرگ باید وصیت داشته باشه. در حدیث هم تاکید از این آمده. عالی وصیت برای کیسته و چه قسم از چه چیز وصیت میشه؟ وصیت ها یکی از اموری است که در عهده انسان باقی میمانه. مثلا قرض کسی سر انسان میباشه. قرض دو قسم است، از مخلوق یعنی قرض بنده یا قرض الله تبارک و تعالی. تاسف در اینجاست که مردمای ما آنقدر در تاریکی زندگی را تیر کرده میباشه که این موضوع را قطعا جدی نمیگیره. شما باور به الله بکنی ملام که وفات میکنه فقط توصیه برای اولاد خودی میکنه که جمعی و چلی و سالپرگی مرا خوب بکنه، حالان که سری از این قرضا از مخلوق الله موجود میباشه و این توصیه نمیکنه که قرض فلانی سرم است. امیر در قصهش نیسته. در حالی که شهید که در راه الله تبارک و تعالی کشته میشه شهید میشه همه گناهاش بخشش میشه خو قرضش باقی میمانه، حق بنده است. و پیغمبر علیه السلام برای حق بنده آنقدر اهمیت قائل بود که اگر جنازه می آمد سوال میکرد که قرض کسی سریزی مرده وجود داره موجود است یا نه. اگر میگفت که بله قرض کسی موجود است صحابه را امر میکرد که جنازهش بخونه. پیغمبر علیه السلام جنازه را نمیخوان. یعنی طور نیست که جنازهش ناروا باشه. پیغمبر وانمود میکرد به صحابه کرام که در شریعت اسلامی در نظر گرفتن یا لحاظ کردن حق یک بنده چقدر اهمیت داره که حتی پیغمبر نمیخواد که همچو جنازه را بخوانه به خاطر که کوتاهی کرده در ادای حقوق بندگان الله. از همون خاطر است در حدیث میاد مطل الغنی ظلم. یک انسان قرضدار است ولی پول قطعش وجود داره بازم به مو از کسی که قرض گرفته و پول نمیده این ظلم است، این گناه بزرگ است. امروز این موضوع تا حد را مردم نادیده گرفته که هیچ پرسان نکو. پولی مردم که قرض از پیش گرفته حتی تاریخ هم تعیین کرده که یک ماه بعد پولی تمیدم. خب پول داره اما برش نمیده. چندین ملاک خودش سرش کار میکنه. امی کار کردن که تو بری از اون نمیدی کار بری تو حرام است. چرا؟ به خاطری که دین باید تو قبلا ادا بکنی او در صدد ازی باشی که زودتر قرضدار از دنیا نروم. این را دین بنده میگه. دین الله تبارک و تعالی، حقوقی که از جانب الله بالای بندگان الله باقی میمونه کدام است؟ یک کسی مسافر بوده در حالت سفر روزی خدا خورده، یک کسی مریض بوده در حالت مرض روزی خدا خورده. عالی امو قدر روزایی که خورده امو قدر روزا مریض شفا یافت و مسافر در اقامت آمد یعنی در خانه آمد. در روز روزه را خورده بود مسافر آمد در روز در خانه بود اما قضای روزه را نآورد. مریض در روز روزه را خورده بود در روز دیگه شفا پیدا کرد. بعد از رمضان مبارک توانایی از این داشت که در روز قضا بیاره. در این موقع امی آدم غفلت کرده نفهمیده تعالی را یا یک کمی کوتاهی کرده مرگ سرش فرا میرسه. سر از آدم فرض است که وصیت بکنه که اینی قدر روزه را ما خوردیم فدیه شه بده. یا مثلا ایام حج خب پول داره اینی ولی در قرعه اندازی پیشکش نبرآمده اما حج سرش فرض است به خاطری که سرمایه شداره از رفت آمده پس رفت آمده پول شداره. زمانی که اینیالی سریازی مرگ میایه وصیت میکنه به اولاد خود که حج سرما فرض شده بنابر قرعیم نبرآمده یا زمینه مساعد نشده از طرف ما حج بکنی سرش فرض است باید دی وصیت بکنه. قسم خورده کفاره سرش لازم شده
ده مسکین طعام دادن یا ده مسکین کالا دادن. اگرچه اول غلام آزاد کردن است، ولی نیست غلاما. باید ده مسکین طعام یا ده مسکین نان بده اگر تواناییش داره. اگر توانایی دو چیز نداشت، با 3 روز پی در پی روزه میگیره. یادم قسم کفاره سرش گشته، حالی حالت مرگش آمده، بعدی به قارب خود وصیت بکنه که فدیه قسم مرا بده. یا مثلا زهار کرده، یا قسم خورده به نزدیک شدن زن خود که ایلا نام داره، یا قتل خطا کرده، یا در رمضان مبارک هم بستری با سیاستر خود کرده، حالی کفاره سرش وجود داره. 2 ماه پی در پی روزه گرفتن است. صحیح کنی این مواردی است که در اینجا دین الله تبارک و تعالی سری تو آمده و همچنان زکات سرش فرض شده نداده. این کلی مواردی است که دین الله سرش گشته. اگر یک انسان در زندگی خود باید این دیون لیست کرده باشه، اگر ناگهان وفات بکنه اقاربش بدانه که اینی قرضای الله تبارک و تعالی ذمه‌واری است که سر ازی وجود داره. اما مسلمانای ما بیچاره، شما باور به الله بکنی اگر عالی بفهمه که ما در حالت جان کندنش به بچای خود میگه بچای مرا نشرمانه، مردم خوب نان بده. نمیگه که من خود کفاره سرم لازم بود او را وصیت کنم، حج سرم فرض بود او را وصیت کنم، زکات ندادم چندین سال او را وصیت کنم، من خود مسئول بودم. این گپا را یاد نداره. از او خاطر وصیت خیلی ضروری است. چرا؟ این اموری است که در آخری عمر متعلق تو میشه. از امو خاطر انسان قبل از اینکه مرگ میرسه وصیت نوشته باشه. دلت میخواه من قرآن کریم ما میخوام که به دست اینطور کسی نشه، یک بچه من لاوبالی باشه، قمارباز باشه، در قصه قرآن کریم نباشه. نه، ما میخوایم که قرآن کریم در دست کسی باشه که واقعا از این قرآن استفاده بکنه. باید ما وصیت داشته باشم. وصیت چی را میگه؟ وصیت در حقیقت ترمیم میگه. ترمیم آن چیزی که آرزوی آخری دلت است او را میخوایی که چی شوه؟ عملی شوه، اجرا شوه. این را وصیت میگه. در این وصیت ها بسیار حکمت ها و فلسفه داره. یکی از جمله فلسفه های وصیت است انسان در حالت حیات و زندگی خود موقع برش میسر نشده که مالش در جای خوب میسر شوه، یا موقع برش میسر نشده، یا فرصت پیدا نکرده، یا غفلت ورزیده. هنگامی که در آخری حیات و زندگی خود است، در نمو آخری حیات و زندگی خود چی میکنه؟ یک دفعه متوجه میشه که او برادر من یه عمر همین طور تیر کردم، چرا این مالی من در جای خوب مصرف نشوه؟ در آخری وصیت میکنه که مالی من در برنامه های ترجمه قرآن کریم مصرف شوه. موقعش است، دیگر راه نداره، بهترین فرصت برش است. تدارک اونمو کوتاهی ها یا قصوری که در زندگی و حیات خود داشت اینمیالی کرده میتونه. یک فلسفه وصیت است. انسان اول آگاه نمی باشه، نمیفهمه که من در کجا مصرف کنم، غافل می باشه، فکر میکنم من همیشه زنده هستم، خیر از این سال کمک نکردم، سال آینده کمک میکنم. اما ناگهان فرا رسید و دوره ترجمه قرآن کریم نبود، ماه رمضان نبود، زمستان نبود. عالی وصیت میتونه در میزان است، وصیت میکنه به قارب خود که دوره ترجمه قرآن کریم در زمستان شروع میشه، من از دنیا رفته نیستم، امی مالم بعد در اینمی چیز مصرف شوه. اینا مردم میگه تدارک مافاته، آن چیزی که از تو فوت شده تو تدارکش کرده میتونی. فلسفه وصیت است. دیگه بسیار مردم ها سوال میکنه، برای ما میگه در قانون وراثت است که هرگاه پدر وفات بکنه و این اولادا داشته باشه، یک بچه از این وفات کرده باشه، از این ناسه مانده باشه، در صورتی که اولاد یعنی بچه خودی امی آدمی که وفات کرده موجود باشه، به نواسط چیزی نمیرسه از نگاه قانون وراثت. حالی دیگه این نواسه بیچاره از کجا کنه؟ قانون قرآن کریم این وصیت به می خاطر کرده. این حالی امی آدم وفات میکنه، به اولاد خود میگه که به ناسم اینی چیز برای ناسم باشه. صحیح کنی؟ حالی حق نواسه اینجا پایمال نمیشه، به شرطی که کسی معلومات از دین داشته باشه. کسایی که معلومات از دین نداره، او مردم ده تکلیف واقع شده که خودش وفات میکنه، مالش به بچه‌اش میمانه، نواسه محروم باقی میمانه. اما کسی که قرآن خوانده، کسی که با دین رابطه داره، این گپا را میفهمه. در هنگام مرگ خود، قبل از مرگ خود، در حالت حیات جور تیار است. 2 نفر شاهد میاره، 4 نفر شاهد میاره، میشانه، خط نوشته میکنه و میگه که هرگاه من وفات میکنم، اینی مال، اینی خانه، اینی چیز من از نواسیم است، که بعد از مرگ بچه ها هیچ کدام تنازع و اختلاف نداره. حقی نواسه بالکل نه، بلکه از او که زاید شاید داده باشه. چرا؟ بچه ها خود کلان است، یک چیزی کار و روزگار به خود میتونه، اما نواسه خود بیچاره خورد است. این از کجا میکنه؟
اینجاست که بابا کلان به نواسی خود وصیت میکنه. این فلسفه وصیت است. وصیت اینقدر ترمیمات کرده میتونه، اینقدر گپاره. یا مثلا ما خوارزاده برش نمیرسه، در صورتی که اولاد خودت موجود باشه، اوج خوارزاده داری، اولادت خوب سرمایه دار است، هر کدامش خانه، زمین، موتر، لوکس داره، خوارزاده است که در بیگا و سبا چیزی نداره، بچه امیت است، بچه خالیت است، امو کسی که قریبی است، رشته قطع داره اما در میراث برده نمیتونه، او خیلی مستحق است، آلی تو میتونی برای ازو وصیت بکنی. یا اولاد خودم که میراث از پیشم میبره، کلش مردمی بیبندوبار لچک، امی سرمایه مرا مکمل هدر میکنه، اما من کسی از اقربا و رشته دارای خود دارم که عالم دین است، کلی عمر خود وقف دین کرده، حالی میخوایی از این سرمایه من امی قریبی نزدیکم استفاده بکنه که در کار دین مصرف میشه، توسط وصیت ایره میتونه. حالی وصیت همیشه قانونش است که از 3 حصه اضافه کسی وصیت کرده نمیتونه. 3 حصه در مال خود 3 حصه را وصیت میتونی. 3 لک افغانی داری، 1 لکش وصیت میتونی، نمیتونی که 1.5 لک وصیت بکنی. چرا؟ پیغمبر علیه الصلاة و السلام اجازه نداده. زمانی که سعد رضی الله عنه وصیت میکرد از 3 حصه اضافه چی نکرد، اجازه نداد. یکی وارث است، کسایی که وارث باشه بری از یا وصیت صحیح نیست، به پدر به اولاد وصیت کردن صحیح نیست. او این جمعه للوالدین آمده، اگر ورثه کلش موجود است فی الحال و تو در پیش روی امی ورثه به 1 نفر وصیت میکنی با وصفی که خودش وارث است، خود دیگه ورثه اجازه میده، بالکل درست است. مثلا در بین اولادایش یک بچهش است، او مثلا بچه است که فلج است، بچه است که تمام عمر خود مصروف در کار دین است، دیگران را جمع میکنه برش میگه اینی را از بین اگر رضای شما باشه بری ازی وصیت میکنیم، کلگی میگه که بله امی خیلی مستحق است از ما کرده، آلی اجازه ورثه شد به وارث بالکل وصیت کرده میتونه. از او خاطر یکی از جمله موارد ایایت امی گپ است که به اجازه ورثه اگر به پدر و مادر و به اولاد خاصم وصیت میکنی هیچ کدام پروا نداره. در حقیقت وصیت امو امری است که در آخری عمر زمانی که تو بیدار میشی، زمانی که تو هوشیار میشی، آلی دینمی موقع بری تو فرصت میده که تو از مال خود درست استفاده بکنی. امو کوتاهی هایی که در عمر زندگیت کرده ای او را تلافی بکنی، او را تدارک بکنی. وصیت اینی قدر اهمیت داره. در قرآن کریم الله تبارک و تعالی این قانون وراثت متصل قصاص به خاطر ذکر میکنه. توسط قصاص زندگی و حیات انسان ها برقرار میشه، در اینجا هم زندگی برقرار میشه. چرا؟ به خاطری که حیات انسان ها مربوط به قوام معیشت و اقتصادشان است. اگر اقتصاد درست بود زندگی درست است، اگر نبود زندگی ایران خراب است. از این خاطر است که در نظام مقدس اسلام مال اهمیت داره. تو نیست که مال همیشه شر است، مال دشمن است، مال پیدا نشوه، مال مصرف نشوه. نه، دین برات میگه هر قدر مال که پیدا میکنی پیدا بکن. حتی در نماز جمعه متصل برات امر کرده فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. این احسان الله گفته، طلب بکنی، تلاش بکنی، اما از راه مشروع، از راه حلال. بعد از اون در موارد خیلی نیک از استفاده بکن. کاش که تجار ما اگر با مثل امی برادرها و خواهرایی که فعلا قطعا صحیح است در برنامه های ترجمه قرآن کریم که ما در جای 20 موتر 30 موتر بگیریم، در جای 30 موتر 50 موتر بگیریم، چقدر بهتر میشه. اگر توجه امی دوستای مالداری ما به این طرف شوه و بدانه که یقینا توسط این مال انسان میتونه برای ملت خود خدمت بکنه، برای دین الله خدمت بکنه. اگر کسی باشه، خب با تاسف که امروز تجار میآیا پشت نام میگرده، یا است که 2 مولای درباری گردی از او را گرفته اما منفعت خود دایش میبانه، دمو کارو را تشویق میکنه که یک چیزی لقمه را یام از پیش استفاده میکنه، تشویق نمیکنه در یک کاری که یقینا تاجر از امو پولی خود استفاده اعظمی بکنه. این بسیار امر مهم است. قرآن کریم امیر میگه کتب علیکم، کتبه میگه، اونجا هم کتبه گفته بود، نوشته شده یعنی مقرر شده. از او خاطر از این تعبیر بعضی مفسرین به فرض کرده شده. فرضی است که نوشته شده در قانون و شما این واجب الاجرا است. همیشه که در قرآن کریم کلمه کتبه نوشته میشه اشاره به است که این امر واجب الاجرا است. این گپی نیست که همونطور فراموش شوه و همونطور باقی مانده باشد در طاق. نه،
این باید عملی شود در زندگی. از او خاطر نوشته شده، کرده شده، مقرر کرده شده علیکم بالای شما اذا حضر احدکم الموت، وقتی که حاضر شود به یکی از شما مرگ که حاضر شود خادم گپم زده نمیتونه، زمانی که حاضر شود برای شما علامات مرگ، حالت برسته که تو حال دیگه امید جور شدن نداری او بالکل احساس میکنی که من دیگه میمرم، چی باید؟ این ترک خیرا، اگر گذاشته باشه خیره. از مال تعبیر به خیر میکنه، اشاره میکنه که همین مالت است خیر است، اگر تو استفاده درست است پیش بکنی. همین مالت اینطور نکنی که نعوذ بالله در موارد بدعتا و فسق و فجور مصرف شوه، نه، همین مالت است در دست خودت است، خیر جور کوشه. وصیت بکو که در جای مصرف شوه که یقینا در روز قیامت به دردت بخوره. بعد از اینکه تو وفات کردی پس از هم ثواب برد آمده بره و بگویی که ثواب از کجا شده؟ خیر. دوم ترجمه خیر مال زیاد میگه، اشاره به این میکنه که مال همو قدر باشه که تو وصیت کنی. اگر هیچ چیز نباشه، مالت خیلی کم است، تناب همی وارثایت هم کفایت نمیکنه او وارثایت هم خیلی گشنه باشه، اینجا باز وصیت ضرور نیست که حتما تو برای دیگه کسام وصیت بکنی. چرا پیغمبر علیه السلام به سعد رضی الله عنه گفت، وقتی که گفت که از این کده زیاد ما وصیت کنم، پیغمبر گفت نه، تو وارثه خدا اغنیا بگذاری بهتر است از اینکه نعوذ بالله سوال کننده به دست خدا برای هر کس دراز کرده باشه. این کار نکو. تو باید همین قدر و قیمتی اقاربی تا داشته باشی. بعضی مردما وی مالی مرا چرا بچه او در بخوره، بچه فلان بخوره، این گپا را نداشته باش، تو نیت صفا و پاک داشته باش. مشکل اینجاست که ما اقارب درست نداریم. اگر اقارب درست باشه، یک مال از کسی باقی میمانه، در دست یک عالم میفته، مدرسه از پیش جور میکنه، سعی کنی عمر ثوابی او آدم در این مال شریک است، در این مدرسه، در این مسجد شریک است. مشکل اینجاست که ما تو اولاد درست تربیه نکردیم او بیادرزادای درست تربیه نکردیم، از او خاطر همه چیزیت هدر میره، بیجا میره، بیجا مصرف میشه. وگرنه اگر تو از اول اهتمام کرده باشی که اولاد صحیح تربیه کرده باشی، بهترین موقع است. چرا که اولادت میخیزه، همین مالی تا در جای درست مصرف میکنه. چی فرض کرده شده است؟ الوصیت، وصیت کردن للوالدین، برای پدر و مادر، والاقربین، به دیگر اشتدارا، بالمعروف، به مو طریقه که معقول است. یعنی معقول کدام طریقه است؟ زیاد نباشه که سبب ظلم بالای ورثه شود، یکی. دوم است که در جای مناسب باشه، دو نباشه که وصیت‌های غلط و نادرست باشه که حالی تشریحش براتون میکنم. امروز جامعه ما مکمل مبتلا به این مرض مهلک است که همیشه وصیت‌ها برای بدعت میشه، نعوذ بالله، به دیگه چیز نیست. بسیار سخت امر است. با تأسف علمای ما متوجه گپا نیست، ولی در روز قیامت به الله جواب میگه که حتی مقتدی خدا قانون وصیت برشان بیان نکرده. شما را به الله قسم کدام عالم برای کدام مریض گفته که این رقم وصیت بکو؟ کلا قطعا هیچ گپا را نمیزنه. مقتدی بیچاره از کجا یاد گرفته باشه؟ یک روز ترجمه قرآن ننشسته، او اهمیتی وصیت چی میدانه؟ او طریقی وصیت چطور میدانه؟ او میگه که وصیت برای کی شوه؟ از او خاطر او بیچاره نمیفهمه. پیش از او امر مهم چی معلوم میشه؟ بگو جمعی، سالپورگی، بگو چلی، بگو الوای شام، بدرغه، اینی گپا را خیلی زیاد اهمیت میده، وصیتش برای عموم میباشه. چرا که دیگه مطالب و موارد نمیفهمه، نمیدانه. علتش چیست؟ علتش است که جناب مولوی صاحب یک روزی آیات قرآن ترجمه نکرد. احادیثی که باب الوصیت، محدثین یک باب به نام باب الوصیت میمانه، مکمل قوانین امی وصیت پیغمبر علیه السلام تشریح کرده. از او خاطر هرگاه کسی وفات میکنه 4 حق متعلق میشه در ترکش، در مالی باقی ماندهش. اول حق تکفین و تجهیز است. قرضدار دعوا کرده نمیتونه، وصیت کسی که برش وصیت شده مصالحه دعوا کرده نمیتونه، هیچ کس اقارب دعوا کرده نمیتونه. اول کفن مرده را جور کو، قبر مرده را بکن، خوب دفن شود توسط همین مال مرده. اول حق مرده در مال مرده تکفین و تجهیز است. بعد از او کی است؟ بگوی قرضدار است. قرضدارا که ایسی خدا گرفت، مال که باقی میمونه اگر وصیت کرده باشه وصیتش نافذ میشه. چقدر؟ در سوم ایسه. بعد از اون مال باقی میمونه برای کی؟ وارثیش. حالی ترکه میشه. وارث مطابق امو حقی که الله و رسول الله بیان کرده امو حق میگیره. او قناعت حاصل است، نه نزاع است، نه جنگ، نه جدل، هیچ چیز نیست.
ولی با تاسف سری قانون در کل عمر عمل نشده. بچه ها نظام میکنه، یکی دیگه خدا میکشه، دخترش بیچاره آگام نمیشه، در حالی که بچه ها هر کدامش بیلدینگ داره، دمی کابل وظیفه داره، دخترش هست در غریب داده بیچاره، او در بیگاه او سبا نداره، به دختر کس حق نمیده، به همشیره کس حق نمیده. حالی دین خود تنها ایره نمیگه که من الله اکبر نماز بخوانم. دین در کل شعبه های زندگی فرمان الله را پذیرفتن، حکم الله را عملی کردن، ایره دین میگه. ما بسیار شیخ ها داریم، بسیار مردمای صوفی و خیلی متدین داریم، اما وقتی که موقع میراث دادن دختر و همشیره رسیده، باز دیگه پای کشیده، آنه و بانه کده، این طرف و طرف خود زده. نه، تو از حکم الله چطور خدا چی میکنی؟ ما خب بار گفتم، بار ایرم میگم که با تاسف ما موقع دادیم، دستاویز جور کردیم برای دشمن که علیه ما انتقاد بکنه در مورد حق زنا. سر ما باید انتقاد بکنه. چرا؟ به خاطری که ما ندادیم حق زنا را، خواهرها را. چرا؟ از ابتدا که ظلم قتل دختر صورت میگیره در سوره نساء میاد، تا وقتی که ای وفات میکنه ظلم در حقش است، تا امو وقته. شما باور به الله بکنیم، مادر حتی در طفولیت دختر و بچه را فرق میکنه، در لباس فرق میکنه، در خوراک فرق میکنه، در پرورش و نوازش فرق میکنه، و بعد از او در تعلیم و در تربیش فرق میکنه. بچه هر طرف میره سرش مصرفا میشه، دختر بیچاره چیزی نیست. باز بعد از اون مال واره فروخته میشه بدون نظر داشتی نظریه امو دختر که دختر امی شوهر میپذیره. نه، این دختر متدین به این بچه فاسق چطور شده میتونه زندگی قطعش بکنه؟ این پذیرفته نمیشه. پدر و مادر شدت گرفته. چرا؟ یک روز میمانی چرب از او را خورده، حال دلش برده، یا یک گپی دیگه ما بین شده. اکثر رابطه های غلطی می باشد بین پدر و دیگه فامیلا، باز میگیره دختری خود قربانی امو خواسته ها و نعوذ بالله خواهشات خود میکنه، هیچ در نظر گرفته نمیشه. بازی را مال واره میفروشه، نعوذ بالله پولش میگیره، قند و قرد کرده برای خود موتر کاستر میگیره، زندگی خود سرش برابر میکنه، دختر هر چی که میشه. اینی حالت اسلامی ماست. ما دستاویز به مردم و دشمن دادیم که بله ما همینطور مردم هستیم، حالا که اسلام بیبی اسلام امی خاله، امی عمه، امی خوارزاده که وارث نیست برات میگه وصیت بکو، میفهمی که از دیگه کده مستحق تر است، صحیح است که در شریعت برش میراث مقرر نیست، لیکن تو وصیت خو برش بکو که از مال تو و مستفید شود. از او خاطر اینجا الله میگه للوالدین، پدر و مادر. مفسرین یک طایفه میگه که این منسوخ شده این حکم. چرا؟ برای پدر و مادر وارث است، برای وارث میراث نمی باشه. ان الله اعطى كل ذي حق حقه. در حدیث میاد، حدیث ترمذی شریف است که الله بر هر ذی حق حقش داده، فلا وصیت لوارث. برای وارث وصیت نیست، از او خاطر برای وارث وصیت نمیشه. اینجا که للوالدین آمده، این حکم قبل از او حدیث بوده، از او خاطر آلی منسوخ است. یک توجیه در آیت امیسته. دوم توجیه، بعضی مفسرین میگه اینجا مراد از پدر و مادری مسلمان نیست، پدر و مادر مشرک است در امور دنیاداری، ولو که مشرک هم است، چون او بنابر کافر بودنش از مال تو میراث نمیبره، وصیت برش بکو، وصیت برش بکو که از مال تو بهره بگیره. چرا؟ اگرچه کافر است، مشرک است، اما پدر و مادریت است. پدر و مادر در امور دنیاداری ولو که مشرک هم باشه قابل احترام است، قابل عزتمندی است، تو عزتش میکنی، موالات قطعش نمیکنی، دوستی جگری قطعش نداری. چرا؟ او دوستی تعلق معیارش اسلام و عقیده است، اما در ظاهر احترام اکرامش چی است؟ دو توجیه. سوم توجیه، مراد از پدر و مادر به خاطری است که پدر و مادر گاهی ضعیف باقی میمانه، کسی نیست. برادرای دیگه تا میبینی بسیار لوبالیسته، آلی اموار جمع میکنی با وصفی که یا خو حق داره، خو حقشان کم است، ششم میسه برشان میرسه، آلی ششم میسه بر ازیا کفایت نمیکنه، بیادرها را جمع میکنی برش میگی که با پدر و مادر اینی را اضافه میدم، شما رضامندی تا نست یا نه؟ آلی به اجازه وارث میشه که با پدر و مادر. الله در اینجا تنها پدر و مادر نه، ول اقربینه دیگه اقارب اگر اینمی قسم مستحق باشن، حق زیادت داشته باشه که باید حقشان زیاد شود، به اجازه وارث میتونه بر ازی وصیت بکنه. این سوم موارد شد. چهارم مورد، اینجا وصیت به للوالدین نیست که مال بر ازیا وصیت شود. اگر یک کسی وفات میکنه
وصی را بگیره. کسی که وصیت تو را نافذ کنه، اجرا کنه. وصی اول پدر و مادر بگی اگر حیات است. اگر نبود، کسی که بری تو نزدیک است، قاربت است، دلسوزیت است، آدمی هوشیار است، او را بیار در میدان، شاهد بشان، برش بگو که این قرآن کریم ما بعد از مرگ برای فلانی عالم است. کسی سری قرآن دعوا کرده نمیتونه، به خاطر که اجرای برنامه وصیتی تا پدر و مادر بکنه یا از اقارب بکنه. دیگه اصل اینطور میشه، خیرا الوصیت للوالدین به معنای الی الوالدین است. وصیت به پدر و مادر بکو که اینی وصیت مرا نافذ کو، و یا به اقربین بکنه. بالمعروف قید ماند، ظلم نشوه، تعدا نشوه. یک آدمی که خیلی مستحق است حقوقی از او پایمال نشوه، از سوم حصه زیاد وصیت نشوه. یکی اموری ضروری وصیت شوه، اموری که ضروری نباشه او توری نباشه. حقا علی المتقین، این حق است بالای کسایی که در صدد تقوا است. صحیح کنی، الله تبارک و تعالی از مؤمن تقاضای تقوا را داره. در هر معامله اگر وصیت است، اگر هر معامله است، از تقوا کار گرفته شود. تقوا کدام است؟ احتیاط در نظر بگی. در بین اولادید یک بچه است واقعا به درد خور است، خدمتای تا کرده، یقینا میدونی آیندم به دردت میخوره، میتونی تو در حالت حیات خود وصیت برش بکنی در حضور ازوا و وارا بگوی، قناعت بدی که بچایم امی قدر عمر قدمی بچه هستم یا نه؟ بله. شما را تکلیف دادم؟ نه. برداشتید مشقت ها و تکلیف های مرا کرده یا نه؟ خدمت مرا برداشت کرده یا نه؟ بله. از این نمی قدر مال ما برای ازی میدم، شما چی نظر داری؟ و میگه بالکل. وقتی قدر برداشتی تکلیف و خدمت کرده، نوش جانش، ما اجازه میدیم، بس اجازه است. فمن بدله بعد ما سمعه، کسی که تغییر میده پس از اینکه امی چیزی وصیت شده را شنیده، فانما اثمه علی الذین یبدلونه. الله تبارک و تعالی عالی بیان میکنه که کسی که میگه که نه چی کنم وصیت، بیا از او که وصیت کنم، کسرش عمل نمیکنه، میگیرش تغییر و تبدیل میکنه، من خودم نیستم، میمرم از دنیا میرم، و برای کسی که وصیت میکنه او پروایش نداره. الله میگه نه، در اینجا تو ادای مسئولیت تا بکو. بعد از او طرف برنامه را کس عملی میکنه یا نمیکنه، او بدوش تو نیست. در اونجا تو مجرم شناخته نمیشی. مجرم کسی است که برایش وصیت شده او تغییرات میاره، آلی گناهکار است. نه، تو مسئولیتی تا ادا بکو. دین مقدس اسلام امیر بگه یک انسان یک عملی که سری تو مسئولیت داری، با این خاطر که مردم سرش عمل نمیکنه، این بهانه برای تو شده نمیتونه. یک عالم بگوید من به خاطر مظاهر بیان نمیکنم که مردم سرش عمل نمیکنه، من شرک بد نمیگم، قبر پرستی را بد نمیگم، مردم سرش عمل نکنم. تو مسئولیتی تا ادا بکو. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. واخو ایمان نمیاره، خود تو مسئولیتی تا ادا بکو. امو به شفقت، امو به دلسوزی تو بیم بده واره، از اونمو عذاب جهنم یاره آگاه بکو. شده میتونه یک نفر در بین باشه، تو ادای مسئولیت بکو. از او خاطر در دین مقدس اسلام از هر مؤمن، از هر فرد مطالبه ادای مسئولیت است. او طرف برنامه عملی میشه یا نمیشه کاری تو نیست، تو آن چیزی که مسئولیتی خود داری ادا بکو. از او خاطر الله میگه فانما اثمه، کسی که تغییر در وصیت میاره یقینا گناهش علی الذین یبدلونه، بالای کسانی است که او را تغییر داده. کسی را که وصیت کرده شاهد هم گرفته، لیکن بعد از مرگ تو در کسی وصیت تو نیست، آن چیزی که دلخواه خود است امو رقم میکنه، گناهکار است. الله از او سوال میکنه. از امو خاطر، به این خاطر که یک انسان درک بکنه که من اگر تغییراتی را میارم، من مکلف شدم که اینی کار اینطور اجرا کنم، لیکن من بازم تغییرات میارم، آیا کسی از که حقیقت ما محاسبه بکنه؟ ان الله سمیع علیم. الله میشنوه. تو که وصیت کردی، سخن گفتی در یک مجلس، الله شنیده، علیم میدانه که سری وصیت کی عمل میکنه کی نمیکنه. فمن خاف من موسن، هر حکم استثناء داره، این جمعی حکم استثناء داره. صحیح است برای کسی که وصیت شده او تغییر در وصیت آوردن نمیتونه، اما در دو صورت آورده میتونه. یکی که بدون قصد به خطا وصیت سبب ظلم و تعدا سر کسی شده باشه، امی آدم وصیت کرده نفهمیده، در نظر خودش وصیتی به حق کرده، لیکن در حقیقت حق نیست، تجاوز سر کسی شده، در این صورت وصی میتونه ترمیم بکنه وصیت. چرا؟ منظوری امو وصیت کننده امی بوده که ظلم صورت نگیره، ولی خطااً ظلم شده، خطااً ظلم شده. بچهش نیست فعلا در پاکستان است، دیگهش امینجا است، آلی
یا خوارزادهش است، مثلا در پاکستان است، وصیت برش میکنه، برش طور فکر شده که او خیلی زیاد مالدار است، حالا که او مالدار نیست. بعد از اینکه اینجا آمد دید که امی آدم خیلی مستحق است، مهاجرت ها را تیر کرده، آلی تو میتونی در وصیت تغییر بیاری. چرا او خطااً برای از او چیزی را مقرر نکرده، یا است که به قصد یک چیزی ظلم کرده باشی که او سبب نزاع در بین میشه. پدر وصیت کرده، یک بچه را خیلی دوست داره، دیگر را نداره، وصیت کرد، آلی بعد از مرگ یک نزاع بزرگ پیدا شد، قریب است که در مرگ میرسه، وصی میتونه تغییرات بیاره، نزاع را حل بکنه، مردم از جنجال بکشه. چرا؟ منظوری تو خیر رسانیدن است، منظوری تو تغییری وصیت از او نیست، منظوری تو است که جنجال و نزاع از بین بره. از او خاطر تو وصی میتونی که اینالی تغییر بیاری. یا وصیت خو کرده خو مناسب نیست، غلط وصیت کرده، بیچاره نمیفهمید، ما هیچ خبر ندارم کسی وصیت کرد که بعد از مرگ ما مولوی سی متوکل اینی کارا را بکنه. چی را؟ 3 و 4 و 40 و جمعه مرا خواب این فقط دی وصیست. ما که آمدم این مردکه وفات کرده، تا که وفات نکرده باشه خو دمو حالت حیاتش باید تغییر بدی، برش بگوی که این در شریعت است. اما او وفات کرده، ما که آمدم ما میگم که این وصیت ها خو مکمل برای بدعت است. این وصیت ها قطعا الا پولش بده. چقدر پول وصیت کرده؟ 5 لک افغانی را، 5 لک افغانی را حالی ما میگیرم، در مدرسه کتاب میگیرم، در ترجمه موتر میگیرم، میرم چا میکنم، در مسجد میدم، حالی وصیت ما تغییر داده میتونم. چرا؟ او وصیت به باطل بود. از همون خاطر است ابن عابدین رحمت الله علیه صاحب فتاوای شامی یک رساله در مورد امی وصیت نوشته کرده که باطل است. کسی که میگه وصیت میکنه که بعد از مرگ من اینی قدر دفعه قل هو الله بگوی، اینی قدر ختم بکنی، اینی قدر دفعه لا اله بگوی، این وصیت ها باطل است، باطل است. حنفیا علمای احناف یقین بکنه اگر این موضوع را یاد داشته باشه، هیچ یاد نداره که مذهب ما کدام چیز است سرش عمل بکنه، نه، انجام داده بدعت ها را. فتاوایشان پر از 3 و 4 و 40 جمعی و سال پرگی که این بدعت است یا نیست. همین نانی که یا در خانه مرده میخوره در کل فتاوای مذهب احناف وجود داره، ولی یا حنفی نیستن، یا یک چیزی دیگر حنفیت جور کرده و از پیش دفاع کرده رایسته، نعوذ بالله. خصوصا فرقه های باطلی که عالی خود حنفی معرفی میکنه، لیکن پیری خود قیوم زمان میگه، لیکن با پیری خود قائل است که متصرف جهان است. یا حنفی است؟ شما بگوی قطعا حنفی شده نمیتون. اما در لباس حنفیت مردم فریب میده و باز یک ورق علیه امام نوشته میکنه، مردم سر ما تحریک میکنه که یا مذهب قبول نداره، یعنی مردم هم قطما استاد شوه علیه ازیا. مردم ها طور گول و دیوانه نیست، هر کس حالی میدانه که حنفیت چی را میگه، مذهب چی را میگه. ما از مزخرفات دفاع کرده نمیتونیم، چیزایی که مردم از خود ساخته و دین معرفی کرده. الله میفرمه فمن خاف من موسین، کسی که میترسه از وصیت کننده، جنفن یک طرف میلانه، یعنی که یک طرف فیصله کرده یک جانبه، او اثمن یا گناه را در جنف به خطا از آدم یک نوع چی شده، یک میلان شده و یک جانبه فیصله کرده، در اثم به قصد امو ترکاره کرده، تو میفهمی که به قصد امی ظلم کرده. فاصلح بینهم، امی وصی اصلاح کنه در بین امی وارثه، اصلاح بیاره که جنگ و نزاع از یا ختم شوه. یا وصیت غلط کرده به بدعت کرده، تو علی او را اصلاح میکنی، فلا اثم علیه، نیست گناه بالای وصی. کسی که وصیت بر شده که توی کارا را انجام بده، او وصی میتونه که ترمیمات دیش آورده بتانه. ان الله غفور رحیم، یقینا الله تبارک و تعالی غفور، خیلی مهربان ذات است، خیلی مهربان ذات است. چرا خیلی مهربان است؟ قانونی وصیت برای شما مقرر کرد که سببی تدارک مافاتتان شوه و این سببی در مؤخری عمر از مال خود، از هر چیزی خود استفاده درست بکنی. رحیم، رحم کننده است. چرا؟ کدام وصی که اسلام میاره، کدام وصی که وصیت‌های بدعت تبدیل به سنت میکنه، الله او را گناهگار نمیسازه، از او خاطر رحم کننده است. این بود برنامه وصیت که وصیت بینمی قسم اجرا میشه و بینمی قسم است. حالی که مردم وصیت میکنه، مثلا یک نفر دیوانه است وصیت میکنه، میگه در سازنده بدی قدر پوله، حالی وصی پیدا میشه سازنده را بدیم، کلی عمر در معصیت داخل شویم، نه، او میگیره وصیت در جای درست استفاده میکنه، این تغییرات آورده میتونه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد از ذکر حفاظت مال
عالی مسئله روزه را ذکر میکنه. حفاظت نفس است، بدن است، از اینکه انسان در گناه واقع شود. روزه چی است؟ چی فلسفه داره؟ قرآن کریم فلسفه روزه را در یک نقطه برای ما خلاصه میکنه، یک نقطه. اما روزه گرفتن خصوصا در روزهای طولانی و گرمی که در عربستان خیلی گرمی بود و یکی به یکی حکم سخت بیاید، انسان بسیار حواس باخته میشه، دست و پاچه میشه. چطور یک حکم سخت آدم گرفته بتانه؟ الله تبارک و تعالی برای از که در ذهن ما این امر آسان جلوه داده شود، بعضی نکات آسان کننده را برای ما بیان میکنه که اونمو نکات باعث ازی میشه که ما به روزه بسیار زیاد میل و محبت پیدا کنیم و روزه را بگیریم. در نظام قانونی الله تبارک و تعالی هیچگاه وحشت نمی باشه و حکم الله همیشه مطابق وسع و توان انسان می باشه. به اندازه که تو وسع و توان داری الله تو را مکلف میکنه. یک از موضوعات خیلی مهمی که همیشه در ذهن داشته باشیم، باید این را داشته باشیم که هر حکم الله برای مصلحت انسان است، برای فایده انسان است. در ظاهر و فایده را ما درک کنیم یا نکنیم. چرا؟ علم و عقل انسانی بسیار قاصر است، نمیتونه ریشه ها و مصلحت ها و رازهای تمام احکام الله را بررسی کنه و به طور عمومی برای خود نمایان بسازه. چرا؟ علم انسانی بسیار چی است؟ قاصر سکوت است. احکام الله تبارک و تعالی فقط چون ما میگیم که الله حکیم است، از الله که در رحمان ذات دیگری نیست. کدام فرمانی که الله بر ما داده حتما دو مصلحت خودی ماست، فایده خودی ماست. الله نماز فرض کرده برای فایده ما، روزه را فرض کرده برای فایده ماست. الله چی نیازی داره که ما از صبح صادق تا غروب آفتاب زبان بند کنیم، خوردن نوشیدن از چیست؟ از قضای شهوت بند کنیم؟ خدا چی فایده به الله است؟ فایده برای ماست. ما چی فایده هایی داریم؟ اینی ولی برای ما واضح میشه که روزه چقدر فایده های اجتماعی داره، فایده های طبی داره، فایده های روحی داره، فایده های اخلاقی داره. چقدر روزه کدام حکم الله تبارک و تعالی چی اثرات در زندگی انسان به وجود میاره. از همون خاطر است که الله تبارک و تعالی در اینجا ما را ترغیب میده. اول ندا به یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو برای ما تو اشاره میکنه که توی تو آدم عادی نیستی. ای کسی که دعوای ایمان داری، تصدیق کرده، پذیرفته الله را که پذیرفتی، تصدیق کردی، حکم الله را به وجه احسن میپذیری، با خوشحالی میپذیری. از او خاطر حکمی که ما بعد ذکر میشه یا متعلق مؤمن است، به هر کسی حکم نمیشه. آدم زمانی از کسی طلب خدمت میکنه که یقین داره که او مرا دوست داره، که یقین داره که آدم یقینا گپی مرا در زمین نمندازه. الله از او خاطر همیشه خطاب میکنه به کلمه ایمان. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، کتب علیکم الصیام، فرض کرده شده بالای شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل که فرض کرده شده بالای کسانی که پیش از شما بوده. اول خو ما را خطاب به ایمان کرد، احساسات ما را بالا بود که ما واقعا مؤمن هستیم، تصدیق کردیم، الله را قبول کردیم. که الله را قبول کردیم، فرمان الله را هم قبول داریم. دوم بر ما میگه این خود سر شما فرض است، مسئله عادی نیست که بی اعتنایی بکنه که هر جای برابر شد خورده بره. نه، فرض کرده شده، مقرر کرده شده، لازم الاجراست. پیش گفتم کتیبه که میآید معنای شیسته که لازم الاجراست، اجرای از این قطعا لازم است. این را همینطور امر عادی نگیره. از همون خاطر یک تعداد مردم که روزه را امر لاابالی فکر میکنه، در هر کوچه و در هر هتل و در هر خانه میخوره، در روز قیامت به الله جواب میگه. در روز قیامت که الله سوال میکنه روزه برای چی بود؟ برای ما چیزی فایده داشت؟ الله به خوردن نوشیدن ضرورت داره که تو برش ذخیره کنی او بخوره؟ الله به هیچ چیز ضرورت نداره. خب فایده خودت است، تو چرا به فایده خود امی کار انجام ندادی؟ ها؟ چقدر غرور داشتی، چقدر تکبر داشتی، چقدر تو حیثیتت از فرمان الله کردن بالا بود. تو کدام بنده بودی؟ از همون خاطر است که یقینا انسانی که الله را بشناسه و به الله ایمان داشته باشه، بس گپ خلاص است. همین ایمان به الله تقاضا از این را میکنه که ادناترین حکم الله را نادیده نمیگیری، بی اعتنایی نمیکنی. فرمان الله، ابلیسی لعین که مورد لعنت الله قرار گرفت به خاطر که فرمان الله را سبک دانست، که الله برش میگه که سجده کنه، کلی ملائک سجده میکنه، ابلیسی لعین سجده نمیکنه. چرا؟ به فرمان الله اعتنا نکرد. ترک عمل موجب کفر نیست، ترک عمل موجب لعنت نیست.
ابلیس که لعین شده به خاطر که فرمان الله را سبک دانسته، نعوذ بالله. از او خاطر چی شده؟ مورد لعنت قرار گرفته. مومن باید همیشه در ذهنش باشه که در اینجا فرمان الله است. فرمان الله را سبک ندانی. اگر او در مورد حجاب است، اگر او در مورد روزه است، اگر او در مورد نماز است، اگر او در مورد حج است، اگر در مورد زکات است، اگر در مورد من زنا است، من سود است، من دزدی است، من غیبت است، من دروغ است، فرمان الله است. فقط تو باید به فرمان ببینی که الله برای من اینمی فرمان داده. بعد از او برای ما میگه تنها سر شما نیست، امتهای سابقه هم همین قسم روزه سرشان فرض شده. در مطلق فرضیت روزه امتهای سابقه قطعا شریک است، اگرچه در کیفیت و در زمان و در عدد تفاوت‌های داره. امتهای دیگه مسلمان یک ماه نه، مسلمان پی در پی نه، از طلوع فجر تا غروب آفتاب نه، کیفیتش متنوع بوده، خود نفس روزه موجود بوده. پس وقتی که قاعده است که هرگاه یک حکم عام باشه سری مردم آسان تمام میشه. انسان که کلگی یک قسم باشه تو دیگه قسم باشی، این بسیار به آدم زور میده. کلگی مالدار تنها تو غریب باشی سرت خیلی زیاد سخت تمام میشه. از او خاطر میگه این به امتهای سابقه هم است. 3 امر آسان کننده. 4 لعلکم تتقون، برای خودتان است، نفع خودتان است، به خاطر که امید عزیز که شما صاحب تقوا جور شوی، متقی جور شوی، خود وقایه کنه. لعلکم، الله تبارک و تعالی روزه را ذریعه تقوا اتمی ساخته. خب این که تقوا به موت واصل میشه، این در معرض امید است. چرا امید است؟ هر کس در این مقام خود یقینا نام رسانده نمیتونه که روزه بگیره و متقی شود. کدام روزدار متقی میگرده؟ او روزداری که مفهوم واقعی روزه را میدانه. او از هر نگاه روزه میشه، تنها از خوردن نوشیدن نه، بلکه هر عضو خدا نگاه میکنه از گناه. چشم خدا، گوش خدا، زبان خدا، پای خدا. پیغمبر علیه السلام در حدیث میفرماید چی میفرماید؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، کسی که گفتار دروغه، گفتار ناحق ترک نکرد و عمل کردن سری گفتار ناحق ترک نکرد، فلیس لله حاجت بگو ایدع طعامه و شرابه. با الله هیچ ضرورتی نیست که یک آدم زبان خدا، طعام و نوشاک خدا ترک کنه، خیر و خلاص. در حدیث دیگه میفرماید پیغمبر علیه السلام میگه رب صائم لیس من صیامه الا الظمأ، بسیار روزه دار است که برای روزش بجز از تشنگی دیگه هیچ چیزی هم نیست. چرا؟ به خاطری که از خوردن و نوشیدن روزه گرفته، بند کرده، اما غیبت کرده، دروغ گفته، حرام گفته، مردم فریب داده، سود خورده، قمار زده، نعوذ بالله گناه های متنوع را انجام داده. به مفهوم واقعی روزه آگاه نشده. روزه دهن بند کردن نیست مثل حیوانات واره، فرق است بین انسان و حیوان. روزه یکی از جمله موارد آزمایش الله تبارک و تعالی است که تو فرق میشی با حیوان. حیوان هم در پوزکش گواره مردم چی میکنه؟ پوزبند میده. او در تمام روز جغل کده رایسته، گندم و جو هسته، دلش میشه لیکن دان آواز کده نمیتونه. او هم روزدار است. نه، روزداری تو از او فرق داره. تو به یک احساس و شعور دهن بند کرده ای. هر لحظه برات اختیار است که آب بخوری، هر لحظه برات اختیار است بند نیستی. کسی اینجا سری تو کدام چیره زولانه را ننداخته در دهنت که دهن آواز نتانی. تو هر لحظه برات طعام مهیاست، هر لحظه برات آب مهیاست، اما کدام چیزی که تو را کنترل میکنه و چیز فرمان الله تبارک و تعالی است. این اینجاست که مقام و شرافت تو، منزلت تو در کجا میرسه. الله که افتخار میکنه سری ملائک به می افتخار میکنه که ملک بی ای بنده مرا قوه شهوتش هست، قوه غریزه خوردنش هست، قوه که تقاضای نوشیدن داره هست، اما بی چقدر تابعدار و فرمان بردار فرمان است، نمیخوره. اونجاست که تو مرتبه از مقام ملک بالا میشه، مرتبه تو دو مقام میشه که الله سرت افتخار میکنه. اونو وقت تو روزه دار میشی. مفهوم روزه اینمیسته. قرآن از همین خاطر کدام روزه که در انسان تقوا پیدا نکرد، انگیزه پیدا نکرد که باعث عمل کردن مامورات و اجتناب از منهیات شود، او روزه نیست. روزه امو روزه است که اینمی قوت در تو پیدا شود و قوت بگیره، مستحکم شود، ریشه دار شود که تو هر امر الله را عملی کنی و از هر نهی الله اجتناب بکنی. اونو وقتی روزه است. برای ما واضح شد
که ذریعه تقوا چی چیز است؟ روزه گرفتن است. نفس روح تقویت پیدا میکنه، نفس تهذیب میشه، پاک میشه و در اینجاست که انسان رابطهش با الله تبارک و تعالی خیلی قوی میشه. چرا؟ به خاطری که تا زمانی که خوردن نوشیدن میکنی تعلق انسان قطع خوردن در تلاشش، در پیدا کردنش، در خوردنش هسته، آلی او چیزا نیسته. خود گوشه کرده ای و یک رابطه تا با الله تبارک و تعالی برقرار ساخته ای. آلی الله دیگه آسانی را میگه ایام معدودات، او قدر روزای دور و دراز نیست. 11 ماه را خورده ای، یک ماه است که 29 روز بعضی اوقات و بعضی اوقات 30 روز میشه. ماها یا 29 می باشه و یا 30 می باشه. کدام سالایی که روزا ما 29 می باشه عوام میگه و یک روزه خورده شد. از دروغ از جانی خود نگوی، خورده شد. فتوای غلط از شکم خود نده. در دین ما، در شریعت اسلامی، ما گاهی 29 روز می باشه و گاهی 30 روز می باشه. به دیدن گرفته میشه و به دیدن خورده میشه. چرا خورده شو یک روز؟ حتمی و ضروری نیست. بسیار عواما یک روز باز قضا میاره. این شریعت از خود ساختن است. تو پابند دین هستی. دین برای تو که کدام گپ میگه امور باید یاد داشته باشی. الله دیگه امر سهولت برای ما گفت که ایام معدودات، این فرض کرده شده در روزای چی؟ شمار شده، یعنی کم است، معدود است. ما و شما فهمیدیم امروز چندم روز است؟ 16 روز است. شما فهمیدیم؟ عمر سینمی قسم تیر میشه. سعی کنی ببینی 11 ماه امام تیر شده بود، این ماه دیگه 16 روز امام تیر شده. ماهای دیگر را فرق کنی با این ماها. چقدر عبادت های الله در رمضان اضافه شده از دیگه ماها کرده، چقدر تلاوت قرآن شنیده، چقدر در درس قرآن الله براتان نصیب کرد حاضر شده، چقدر عبادات الله را کردی و چقدر پابند دین الله شدی در این ماه. عمره خود تیر شده ولی این 16 روز قطعی 11 ماه دیگه قطعا قابل مقایسه نیست. این 16 روز علاوه یک روزی است. صبح خیسته احساس کرده ای که من سبا روزدار هستم، فرمان الله را بجا میارم، نماز با جماعت خوانده ای، در پس شوی خیسته ای وضو کرده ای، 2 رکعت نفل خوانده ای، دعا کرده ای، در وقت افطار دعا کرده ای، درد دل غریب خبر شده ای که فایده های اجتماعی روز است. این برات واضح میشه. اینجاست که انسان عمر خود مقایسه میکنه، درک میکنه کدام عمر است. عمر خامو عمر است که در طاعت و عبادت الله تیر شود، اما تر خود تیر میشه. خو لیکن کدام عمر که یقینا در طاعت الله تیر میشه، اون مایه خوشبختی انسان است. لعلکم تتقون به می خاطر میگه که روزه با این خاطر است که شما متقی جور شوید. او در تتقون اشاره به ایسته که در انسان امی انگیزه تقوا، امی ملکه تقوا، ای به تدریج قوت پیدا میکنه. به تدریج تقاضای شیر میسته، روز به روز نفس ضعیف میشه، روح قوت پیدا میکنه، رابطه با الله زیاد میشه، در تو حتما احساس و شعور پیدا میشه که من یک بنده الله تبارک و تعالی هستم. فلسفه روزه این نیست. اگر هیچ فلسفه دیگر نداشته باشه، حالا که فلسفه اجتماعی داره. چرا فلسفه اجتماعی داره؟ سالا من در خانه خود هر چیز فراوان می آمد، هیچ دلم خبر نمی شدم که همسایه چی حالت داره، چه قسم است. اما وقتی که من در بازار میرم، همه چیزی که میبینم دلم خیلی میل و رغبت برش داره که همین را بخرم و بخورم. اما روزه است نمیتونم. اینجا از دل فقیرم خبر میشم که فقیرم همینطور نفس داره. زمانی که در بازار تیر میشه، در گوشت دلش میشه، در میوه خوب دلش میشه، در چیزی خوب دلش میشه، اما یک مانع وجود داره. این مانع فرمان الله است. اون مانع چیزی نیست که او را بخره، مال نیست که برآورده بسازه. اینجا از درد دل فقیر خبر میشی که یقینا چطور گپ است. وقت خودت گوش نشوی، آلی خوب گوش نشده ای، دمی موقع گوشنگیت یک کسی افطار روزه فقط نان، یک پرچه نان خشک برات میده، چقدر تشکری و احترامی از او را داری. بسیار از او تشکری میکنی که در اینطور موقع گرسنگی ما تو امداد کردی. در دلت میگرده که آدمی غریبی دیگه باشه، اگر من قطعش امداد میکنم چی احساسی او داره؟ خود به خودی انگیزه برات پیدا میشه که باید آدمی غریب نگذارم. اگر ما یقینا درس روزه را بگیریم،
و همی احساس در ذهن ما پیدا شود یک نفر فقیر باقی نمیمانه. هر کسی احساس داره که من فقیر ضرورتش باید دفع بکنم، یک فقیر باقی نمیمانه. روزه نمی درس بر ما میده، فایده اجتماعیش است، درس مساوات میده. مساوات پاچا و یک آدم چوپان، استاد و شاگرد کلگی یکسان است. در یک موقف قرار داریم طلوع فجر میشه کلگی بند است یک قسم تا وقتی که باز غروب آفتاب نآمده. مساوات در کدام نظام است؟ در دین اسلام است. ایتو نیست که پاچا بخوره رعیت نه. یکی خو عوام است. عواما چی میگه؟ پاچا میگه روزه را بخوره. چرا؟ در امور مسلمان ها فکر میکنه فکرش خراب نشود. فکر در روزه گرفتن صحیح میشه. بله فکر او کسایی خراب میشه که معتاد است، یا معتاد نسوار است، یا سیگرت است، یا چرس است، یا افیون است. معتاد، آدمی معتاد فکرش خراب میشه. اما کسی که معتاد نباشه فکرش در روزه دیگه قوت پیدا میکنه، قلبش صفا میشه. آلی در زیر فشاری چی؟ ازدحام طعام و شراب نامده، بالکل صاف است فکرش. از امو خاطر کسی که مطالعه میکنه در دم صبح مطالعه بکنه. در امتحان که در صحنه امتحان که میرفته بیگاه خود گیج نکنه از خفتن. نه، خفتن خو کنه. همی شب که نماز خوانده زودی که خو کنه، خود صبح وقت بخیزی. اینجا معده خالی است، اینجا فکر انسان برابر است. تو نمو وقت درس بخوان باز در صحنه امتحان برات معلوم میشه که اول نمره میشی سوال حل میتونی یا نمیتونی. خب مردم ما بیچاره گپا را درک نمیتونه. اسلام کدام برنامهش چیست؟ تربیتی نیست و ثمر بخش نیست. هر برنامهش است. روزه فواید طبی چی قدر داره؟ 1400 سال پیش کسی نمیفهمید که روزه چی فوایدی داره. امروز دکترای ژاپن سرش تحقیق میکنه، امروز دکترای روسیه سرش تحقیق میکنه که روزه چی فوایدی داره. یکی از جمله فوایدش بزرگترین فایده سرطانی طور مرضی است که هیچ علاج نداره با جز از کی؟ روزه گرفتن. طب این ثابت کرده که یکی از عوامل از بین رفتن سرطان که دیگه هیچ عامل نداره روزه است، که روزه او را از بین میبره. دیگه موارد خو خیلی زیاد است. حالی وقتی که در دکتر بشینی که برات میگه که کلی اعضای تو 11 ماه فعالیت کرده ای بیخی خسته شده، هر چیز حالی چربی زیاد شده و زیاد شده و شیرینی زیاد شده، در یک رمضان مبارک چی میشه؟ کلی از پس اعتدال پیدا میکنه، نرمال میشه. چطور هستی؟ والا سابق سرم خیلی زیاد درد میکرد، حالی که تا روزه گرفتم سرم سردردیم گم شده. سابق سست و پست بودم، حالی خیلی چست و چالاک هستم. کلی گپا برآورده میشه. روزه ما خود تنها همی که عقیده داریم که الله حکم الله است و حکم الله به مصلحت نیست، همی کفایت میکنه. اما عملا ما میبینیم که روزه چی اثرات داره. روزه گهواره تربیتی است برای انسان تربیت اخلاقی پیدا میکنه. چه قسم تربیت شود در روزه؟ چطور پیغمبر علیه السلام چطور میگه؟ فان صابه احد او قاتله، اگر کسی دشنام داد به یک روزه دار یا قطش جنگ نظام کرد، چی بگه؟ فلیقل انی صائم، باید بگه من روزه دار هستم. نه سر کار ندارم، نه سر کار ندارم، هر چی که میگی. الله اکبر، چی درس میده برای انسان؟ من روزه دار هستم، ما مطابق فرمان الله زندگی میکنم. اگر امی روزه داری در کل زندگی ما باشه، نزاع و جنگ پیدا میشه. خدا بزنه او آدم، قطعی تو جر و بحث بکنه، خود تو نداری خطش، جنگ واقع میشه. نه، جنگ خود وقتی واقع میشه که او خدا سیر معرفی میکنه، تو 2 سیر، بازو خدا 3 سیر، تو خدا 4 سیر زدن کرد میشه. اگر بگو که من قطع نزاع ندارم، خلاص هیچ جنگی نیست. روزه برای انسان تربیت اخلاقی میده که چه قسم اخلاق ما باید داشته باشیم، چه قسم اخلاق داشته باشیم. این روزه است. قرآن کریم برای ما میگه دیگه سهولت. فمن کان منکم مریضا، کسی که از شما مریض باشه، او علی سفرین، یا در سفر، فعدت، لازم است بالای شمار کردنی، من ایام اخر، روزای دیگر. در اینجا بخوره در وقتی که مقیم شد مسافر و مریض شفا پیدا کرد، به اندازه که روزها را خورده امو اندازه روزها را قضا بیاره. این دیگه آسانی. الله ما را مجبور نکرد که خامخا در هر حالت و در هر وضعیت باید بگیری. نه، برای ما دیگه هم آسانی را آورد. این کلی اموری آسان کننده بود که ما را وادار به این میکرد که ما قطع روزه
میل و محبت داشته باشیم و این را به کمال محبت بگیریم. اما خو میگم که یقینا کدام جمع و جوشی که در روزه می باشه در یک ماه دیگه نیست. لذتی که در طعام روزه است در هیچ طعام دیگری وجود، محبتی که در روزه در بین مردم است در دیگه ما دیده نمیشه. تنها جمع و جوشی که در مساجد الله پر از عابدین می باشه، از نمازخانه می باشه، در دیگه وقت است. خدمت قرآن که در اینجا میشه، صدقاتی که در ماه مبارک میشه در کدام ماه دیگه میشه؟ نمیشه. الله تبارک و تعالی ما را پر برکت کرده و الله پر برکت داشته باشه. الله توفیق بده که ما و شما هم آن چیزی که مناسب حال ماست، حال اسلام ماست، امور در این روزه انجام داده بتانیم. کم وقت باقی مانده، سعی که 16 روز تیر شد، اقلیت باقی مانده. نکنیم غفلت نکنیم، باز هم این عمر تیر شده رایسته. به تلاش بکنیم امی باقی روزهای خود هم ثمر بخش بسازیم، با تلاوت قرآن، با عبادت زیاد، با مساعدت و کمک با فقیر و غریب، یتیم و بیوه، با شنیدن قرآن کریم، با آمدن درس قرآن کریم، با دعوت دادن به برادرای مسلمان خود. تو همسایه داریم که در عمر در مسجد نرفته، الله اکبر نماز نخوانده، برو در خانش بیشی قطش بیا درم روزه است، بیا بریم. تو چون اینطور گوشه گوشه اختیار کردی؟ اسلام اینی تقاضا را داره، اینی دعوت داره. اگر هر کدامی در این فکر و در این تلاش باشیم، یک نفر پیدا میشه که او خلاف باشه قطعا نه. اما ما امروز شیوه دعوت قطعا نداریم، راه دعوت قطعا نداریم. از او خاطر الله تبارک و تعالی دیگه آسانی را بر ما آورد. کسی که مریض و مسافر باشه، البته در جمله مریض و مسافر در این حکم که الله این حکم به خاطر از اینکه آسانی بالای مسافر و مریض بیا، آیا روزه گرفتنشان چطور است؟ برای مسافر خو اگر تکلیف و مشقت سرش نباشه بهتر است که بگیره. وان تصوموا خیر لکم پشت سر بر ما میآید. چرا؟ به خاطری که یادتان باشه برکت این روز اینقدر زیاد است. اگر کسی به عذر این روزه را بخوره، در حدیث میآید که تمام عمر قضای شبیه را برابری برکت روزه نمیشه. این را یاد داشته باشی. از او خاطر سهل انگاری به این گپا نشوه، بهانه طلبی نشوه که من اینطور است، من اینطور هستم. بله، عذر محقق، عذری که یقینی واقعیت باشه موجود باشه، اسلام اجازه داده. به زنی که حامله است، طفلش متضرر میشه، خودش حالاتش خراب میشه، برش جایز است روزه را بخوره، عوضش در دیگه وقت قضا بیاره. همچنان به زنی که شیر میده به طفل خود، یا نفس خودش در خطر است، یا طفلش شیرش کم بود است و سبب گرسنگی طفلش میشه، باز بر ازی جایز است که روزه را بخوره، اما قضایش در آینده بیاره. همچنان شیخ فانی که اینا عالمه، و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، بالای کسانی که توانایی داره فدیه دادن طعام مسکین است. مفسرین میفرما در اول وقتی که روزه فرض شد مسئله اختیاری بود، کسی روزه میگرفت روزه بگیره، کسی توان فدیه را داشت فدیه بده، هیچ روزه نگیره. چرا؟ روزه فرض کردن سری مردم در اول وهلت سختی میکرد سری مردم، از امو خاطر اختیاری بود. پسان الله تبارک و تعالی حکم یک طرفه کرد، یک جانبه کرد، گفت که کسی که در روزه حاضر باشه باید بگیره. آلی دیگه مسئله فدیه دادن از بین رفت. این مرحله اول بود، الله تبارک و تعالی حکم منسوخ کرد. آلی دیگه برای کسی اختیار نیست که روزه نگیره و فدیه بده، بجز از او کسایی که شیخ فانی است که آلی مسئله شو بیان میکنیم. یک توجیه در آیت. دوم توجیه، و علی الذین، بالای کسانی که یطیقونه و توانایی صدقه فطره داره، فدیتون فدیه دادن است طعام مسکین، طعام دادن یک مسکین. شاه ولی الله محدث دیلوی رحمه الله میگه هو ضمیر در یطیقونه هو به صدقه فطر راجع است. کوکی صدقه فطر در اینجا ذکر نشده، بحث ماه رمضان است. او ماه رمضان صدقه فطر قطش می باشه، از او خاطر اینجا مراد صدقه فطر است. یوم خوب حکم است، بنگی بر الله. اگر آیت قرآن نباشه حدیث پیغمبر است. پیغمبر علیه الصلوة والسلام میفرمه کسی که توانایی داره باید چی بده؟ فدیه را بده. او طعام برای کی است؟ طعمة للمساکین آمده. اگرچه در فقه مصارف زکات مصارف فدیه مقرر کرده، اما در حدیث فقط خوراک برای کی است؟ مسکین. حق مسکین است. بعد به مسکین داده شود، به کسی دیگر داده نشود، لیستا گرفته نشود. به ملا اگر داده قطعا صدقه فطرتان باقی است، امی قسم باقی مانده، چندین سال کی داده، امی چندین سال باقی است. حالی تدارکش بکنید، مسکینا بده.
به خاطر که در حدیث طعمة للمساکین گفته اگر این آیت حمل سری صدقه فطران بکنیم، قرآن هم میگه فدیه طعام و مسکین گفته. بالکل این چه قدر است؟ یک نفر خوراک دادن. اگر کسی به اعتبار وزن میده که مردم میگه خرد کم یک چارک گندم، نه، 2 کیلو و 175 گرم گندم باید بده، بلکه 3 کیلو بده. بهترین گپ است که باید داده شود. این دوم. سوم، و علی الذین یطیقونه، بالای کسانی که یطیقونه سلب طاقت شده، روزه را گرفتن نمیتونه، شیخای فانی است. فدیه دادن است، طعام مسکین، طعام دادن مسکین. یک آدم شیخ فانی شده، آنقدر کلانسال شده که حالی روزه را گرفتن نمیتونه، حالی عوضش هر روز فدیه بده، یک مسکین خوراک بده، خلاص است. اینجا یطیقون به معنای سلب طاقت است، کسایی که طاقتش سلب شده. هر مرضی که انسان وادار به خوردن میسازه، او مرض هم تو را اجازه میده که روزی تا بخور. خب اونجا فدیه داده نمیتونی، امید جور شده نداری، قضا بیار. بله اگر در سر حدی رسیدی که باز امید جور شدن نداری، در اون صورت باز فدیه میتونی. در غیر ازی تنها برای شیخ فانی است. شیخ فانی کسی است که سن و سالش بلند شده، بازو جوان نمیشه، بازو طاقت و توان پیدا نمیکنه که روزه را بگیره، از او خاطر وا فدیه را وقت بده. مریضی که امید جور شدن نداشته باشه، این در حکم شیخ فانی است، دیگه نیست. دیگه و علی الذین یطیقونه، بالای کسانی که یطیقونه طاقت داره، فدیه طعام مسکین، توانایی مالی داره، امروزه بگیره و برای مسکین هر روز فدیه بده. اینجا امروزه گرفتن فدیه دادن است، باید بده، توانایی مالی داره، این دیگه حکم. لیکن راجح ترین قول در اینجا که هیچ در آیت هم خرابی نبیه، یطیقون به طاقت یعنی به بسیار مشقت و تکلیف گرفتن نمیگه. و علی الذین، بالای کسانی که یطیقون به بسیار مشقت و تکلیف روزه را میگیره. مردم های شیخ فانی است، خیلی کلانسال شده، بله روزه را گرفته میتونه، لیکن بسیار با سختی، زوف سرش میآیه، بیحال میشه. او طور مردم ها روزه را نگیره. فدیه طعام مسکین، فدیه دادن چی است بگه؟ طعام مسکین است. فمن تطوع خیرا، کسی که به خوشی خود زاید از مقدار معین، فمن تطوع، کسی که جوان مردی میکنه، خیرا در کاری خیر، فهو خیر له، ای بری از بهتر است. هر کاری خیره که انسان جوان مردی میکنه، جوان مردی چی نمیگه؟ سرت نیست خود تو میدی، سرت نیست خود تو میدی، اینی را تطوع میگه. اینجا 3 قسم جوان مردی میشه. یکی 2 کیلو گندم است، تو چی میدی برش؟ 4 کیلو میدی. یک مسکین طعامش است، تو 2 مسکین میدی. یک وقت طعام است، تو 2 وقت برش میدی. خب این را میگه جوان مردی. این را چی میگه؟ جوان مردی میگه. بیا جوان مردی مردم ما را ببین. جوان مردی مردم ما چطور است؟ شما خبر داری؟ داد بزنه، ملاها برآمده، خیرات ها را منع میکنه. من تو را امتحان میکنم جناب حاجی صاحب، که میگه پا را میزنی. در صدقه فطر چیزی که در نص ثابت است، در حدیث ثابت است، خرماست، کشمیش است و بگوی دیگه گندم است، جو است، پنیر است و پنیر است. اینی 5 چیز در چی آمده؟ در یک حدیث کلمه طعام آمده. از او خاطر محدثین میگه این کلمه طعام بعضیش خاص میسازه به گندم، چرا که در مقابلش جو ذکر شده. بعضی میگه نه کلمه عام است. اگر عام بگیریم باز برنج، بگوی نسک، دال، چیستا، لوبیا، جواری، هر چیزی که به نام طعام نامیده میشه اونمو هم است. خب محدثین میگه مراد از این طعامی که غالب در مشار استفاده میشه امو طعام است. در یک شار در سمت شمال برنج زیاد استفاده میشه، در یک سمت دیگه گندم زیاد استفاده میشه، در یک سمت دیگه باقولی زیاد استفاده میشه. اینا امو طعامی که غالب شار در او استعمالش است اونمو مراد است و امو را داده میتونیم. در 5 چیز حالی قیمت ترین چیز چی است؟ پنیر. پنیر 1 کیلویش حالی چی قدر است؟ هیچ پیدا نمیشه که پیدا شه 500 افغانی است. هست یا نیست؟ هست؟ کدام حاجی صاحبی خیلی سرمایه دار داده پنیر تالی را داده؟ برو پنیر پیدا نمیشه، خیلی قیمت است. بعد از او در مرحله دوم کشمش و خرماست. 1 کیلو کشمش چی قدر است؟ 200 افغانی.
خرما ارزان است، 1 کیلوش چی هست؟ 30 روپه و 40 روپه است. کشمش داده کسی؟ باز برو ایرم نداد. بعد از او خرماست، خرما را کسی داده؟ خب جو دو چند است، گندم نیم چند است. اگر گندم 2 کیلو است، جو چند است؟ 4 کیلو. 4 کیلو جو قیمتش از 2 کیلو گندم کده چی است؟ خب مردم داده؟ مردم همیشه خورد کم 1 چارک گندم بازوی در بازار بای میکنه و خوردش هم میکشه. خوردش هم چی میکنه؟ او را در کدام روز میده؟ معتبر کدام قیمت کدام روز است؟ روز عید. باز در قیمتی که منډه‌ای، در قیمت منډه‌ای. او برادر تو در لیسی مریم زندگی میکنی، گندم اینجا بیکو کی چند است؟ تو که تا منډه‌ای را میری 1 کیلو گندم هم میاری، چقدر کرایت میشه؟ ها؟ حالی تو در منډه‌ای صدقه فطر میدی یا در خیرخانه زندگی میکنی اینجا صدقه فطر میدی؟ تو در کابل قیمت گندم 1 چارک 20 روپه است. در سری بدخشان در ولسوالی چی؟ بگوی اما واخان میگه در اونجا هم قیمت 20 روپه را تعیین میکنه. در اونجا خو که 1 چارک گندم هم میرسانی 80 افغانی جور میشه. چرا اینطور میکنی؟ ملاها این گپا را نمیزنه خو، نه مردم فهمانده. بس خوش به ایسته که لیست گرفته شو وقت جمع کنه. صدقه فطر در روز عید واجب میشه. در روزی که قبل از روز عید واجب نمیشه. قول راجح است بهترین وقتش روز عید است. روزی چی است؟ عید است. خب برای ضرورت 2 روز پیش هم در حدیث ثابت است که داده شده. چند؟ غیر از او بعد داده نشه. بعضی علما فتوا داده که بعد از 15 روز رمضان اگر داده شده پروا نداره. خب نه، قول محقق نیست. قول محقق 2 روز پیش خلاص. چی داده شود؟ علما هم اختلاف داره که آیا جنس داده شود یا قیمت هم داده میشه. زیادتر علمای محققین میگه که نه، جنس داده شود قیمت داده نشود. بعضی علما میگه قیمت داده شود به خاطر که جنس فقیر چی کنه؟ گندم در کجا بفروشه؟ من میگم نه، اگر کشمش برش بخری چقدر خوب است. و باز میتونه که او را پس بفروشه و میتونه برای خود آینده بچه‌اش در عمر کشمش ندیده بود، خرما ندیده بود، تو برش ببر، برنج ببر. نه جنس بده، چرا که در حدیث نص به جنس آمده. جنس دادن، جنس افضل شد، در روز عید افضل شد. و برای کی داده شود؟ مسکین داده شود. به ملاها و به گپا دادن اگر مسکین باشه سیست حق اولیت داره. اگر مسکین نباشه تیلرش میگرده یک در کمپاین چی قطار امریکایا او اینجا صدقه فطر لیست جور کرده برش دیگه. این قطعا نیست. یک ملا صاحب در یک جای بود لیست گرفته بود، مردم بیچاره را که محکم گرفته بود، اما مردم آمد برای من شکایت کرد. گفت میگه که مردم سری کلیتان صدقه فطر است. نصاب برای صدقه فطر به نزد جمهوری علما در حدیث ثابت نیست که نصاب داشته باشه با صدقه فطر بده. هر کس که توانایی دمی روز عید از یک خوراک مسکین داشته باشه صدقه فطر سرش واجب است. چقدر توانایی داشته باشی؟ خوراک یک مسکین. خوراک 80 روپه است، 50 روپه است، 100 روپه است. اینه میره داری بعد به مسکین بدی. اینه میره به مسکین بدی. خوراک یک نفر. اینه می توانایی را داری. نصاب نیست. خدا فقه حنفی نصاب گفته شرط. حالا که در حدیث قطعا نیستی نصاب. باز علی ملا صاحب خو که نصاب خو پورا نمیشه چی چلا پیدا کرده. میگه مردم زمین نداره، یک سیر زمین 5 لک افغانی است. او نصاب خو 30,000 افغانی تقریبا میآید. این اثر شما هم فرض است. آمدن گفت مولوی صاحب این طور ما را محکم گرفته. میگه باز ما برش گفتم بری از پیش سوال که ما در منطقه استیم که زمین 1 لک افغانی است. تو در منطقه استی ملا صاحب و باغچه هم خبر دارم که اینی قدر دور و دراز باغچه است. او 5 لک افغانی است. اونجا بگو چی است؟ یک جریبش 5 لک است. خود منطقه ما 1 لک است. از ما که تو سرمایه‌دار هستی تو باید برای ما بدی. همینطور برش بگو. عجیب است. او ملا صاحب لیست مقرر کرده، از پیشت گله میکنه، در پیش روی مردم آبروی تا میریزانه. بعضی مردم ها پیدا شده برادر صدقه فطر اولاد خود برای ما پوره نداده. او برادری مردکه با غریب آمده همینجا در دمی مسجد آمده گریان کرده رو ایست تو بریزی نمیدی و جای دیگه نمیدی. خب امیطور امی دیگه می شلغم امی مردم امی ملا، امی مردم امی ملا. خب است یقین بکیانه این مردم فقط ده بوکس نپسی کنش ده بگو پرتو از پیش بگی باز پسان دستی تا بوسه میکنه.
اگر برش گفتی که دین این رقم است، از پشت سر دنگ 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 چک چک کده رویست میگه ای فلانی تهمت سرت میزنه. این مردم یقینا حق نه پشت حق میگیره نه پشت حق میده و نه ایگه پاره میکنه. خوش بایسته که مردم یار خوب تیله بده. در معینی که مرده شده تو برش بگو که حالا این پیسه کم است، 1 لک در دوره کفایت نمیکنه، 10 لک بساز شه. که بیچاره یک همسه دیگه همسه مرده دار است، مردم چیز در رویش گفته نمیتونه، بیچاره جمع کده 10 لک افغانی را جمع میکنه. در قدر قیمت خود اینمی مردم نمیفهمه، در قدر قیمت خود نمیفهمه. تو برش میگی دینینی رقم است، سر تاپه زده رایسته. باز هنوزم برات میگه سری مردم دل بسوزان، تو را میگه سری مردم دل بسوزان. الله اکبر. دلسوزی من چون که دلسوزی سری مردم چیسته؟ دلسوزی سری مردم این نیست که جیبیشه بگه بدون قیچی بزن. جیب کسی را بدون قیچی را میفهمی؟ قیچی میچی نه، آسان به نام دین بزن، به نام دین. الله رحم بکنه. خب اینجا مسئله فدیه بود و این مسائل فدیه را براتان گفتم که در یادتان باشه. خب حالی اینجا میگه اگر شما تطوع میکنه، چرا رمضان است یا کسی حاجتش زیاد است، 1 چاره گندم چی میشه؟ خب میفهمی آدم مسکین آمده، خب موقع است، رمضان مبارک است، یتیم است، بیوه است، بیچاره است. نه 5 نفر هستم 20 روپه 100 افغانی میشه، نه ایره 500 میدم. رمضان است، صدقه اضافه میدم که حاجتی ازی دفع شود. لا اقل برخمی 500 روپه یک 2 سیر برنج خود گرفته بتانه قطی روغن امید خود خوب به خوشی خود تیر بکنه. تطوع بکنی. در وطن ما کسی تطوع کرده؟ نه. گفتم پشتی قیمتی منډه‌ای میگرده و 1 چاره گندم خورد کم، 1 چاره خورد شدیده یا نه؟ خورد کم 1 چاره خورد کم. و ان تصوموا خیر لکم، اگر روزه بگیری بهتر است برای شما، یعنی با وصفی که برای شما اجازه خوردن روزه به مریض و مسافر شده، اگر مشقت زیاد سرتان تمام نمیشه و موقع براتان است باز روزه گرفتن برای شما بهتر است. ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانی که فضیلت روزه را که چقدر تاثیر داره، باز آینده گرفتنش هم سری آدم سخت تمام میشه. کلگی میخوره تو چی میباشی؟ روزه. این سری آدم با سخت تمام میشه. شهر رمضان الذی، ماه مبارک رمضان، الذی ماهی است انزل فیه القرآن که نازل کرده شده در او قرآن کریم. قرآن کریم در ماه رمضان آمده. بله، از لوح محفوظ در آسمان دنیا در بیت العزت 1 مرتبه قرآن نازل شده. 1 روایت است در اونجا نازل شده و ماه مبارک رمضان است. دوم ترجمه، شهر رمضان الذی، ماه مبارک رمضان و ماه است انزل که آغاز یافته، نزول فیه در ایما القرآن، و از قرآن آغاز نزولش در ماه مبارک رمضان شده. آغاز نزول در ماه مبارک رمضان. تکمیل قرآن خود چند سال شده؟ در 23 سال. این ماه مبارک رمضان در سال 2 هجرت فرض شده و از او خاطر قرآن کریم هم در ما آمده. شرافت و تکریم و عزت ما را دیگه هم اضافه کرد و معلوم شد که در این ما کتاب آمده. کدام کتاب؟ هدی للناس، یک برنامه پروگرام جامع هدایت است، للناس برای تمام بشریت. قرآن آمده تمام بشریت راهنمایی کرده میتونه. برنامه هدایت است برای کل بشریت. قرآن آمده دمی ما و این برنامه هدایت است. و بینات من الهدى، و دلایل است و دلایل واضح است من الهدى، از هدایت. اینطور نیست که تنها احکام بیان کرده و برفلی، نه، دلایل واضح برای احکام هم بیان میکنه. نفس آدم قناعت میده. در روزه قناعت داد ما را یا نداد؟ کلش فایده کی بود؟ فایده ما بود. الله تبارک و تعالی به هیچ چیزی ما نیاز نداشت، کلش فایده ما بود. و بینات من الهدى دیگه. والفرقان، معیار برای تفکیک حق و باطل است. قطعی قرآن شناخته میشه که رای حق و باطل، فرقه حق و باطل، بگوی عملی حق و باطل، عملی درست و نادرست، توحید و شرک، مکمل امر قرآن شناخته میشه. معیار برای شناخت قرآن است. کتاب الله تبارک و تعالی 3 صفت مناسبی این قرآن برای ما بیان میکنه. ماه مبارک رمضان است، قرآن آمده، برنامه جامع هدایت است، دستوراتی که در قرآن ذکر میشه سبب نیکبختی و سعادت انسان است. دوم، دلایل واضح برای هدایت است، برای ما دلایل واضح را بیان میکنه که کدام راه سعادت ماست. سوم، والفرقان، معیار برای جدایی حق و باطل است. قطعی قرآن میتونی فرقه ها را جدا کرده بتونی که کدام فرقه حق است کدام باطل است. آیا ما قرآن امی صفت ها را برش قائل شدیم؟ تالی را در زندگی خود مردم طول کردیم؟
مردم ما چه رقم قرآن میخوانه؟ ماهی قرآن است. چه قسم ختم کرده؟ در 6 روز ختم کرده. اورم بربرک حالی باقی روزا دیگه اکثر مردم خونه میه. اموی که میه هم ملا صاحب دیگه این قدر ماشاءالله چالاک شده که در پشت سرش آفرین زده میشه. تریشل شده تریشل. ملا صاحب امروز در 12 دقیقه خلاص کردی. نوش جانت یا رخ الله در عمرت برکت برده. همینطور میگه نمیگه؟ حالا یا قرآن یا کدام قرآن چه قسم معیار قرار دادن که حق و باطل بشناسه. فمن شهد منکم الشهر، کسی که حاضر است از شما در این ماه فلیصمه، باید روزه بگیره. روزه گرفتن به دیدن ماست یا به تکمیل شدن ماه شعبان 30 است. تو دیدی یا کسی عادل مسلمان دیگه دید، براپور موثق بری تو امو خبر رسید، آلی تو دیگه روزه میگیری. و من کان مریضا، کسی که مریض باشه او علی سفر، ایره باز دوباره به خاطر میگه یا است که البته اونجا خو یک حکم منسوخ شد که فدیه دادن بود. البته خوردن روزه برای مسافر و مریض هم منسوخ شده باشه. الله میگه نه منسوخ نیست. و من کان مریضا، کسی که مریض باشه و علی سفر یا در سفر باشه، فعدت لازم است بالای شمار کردن من ایام اخر، از روزای دیگه. از روزای دیگه برش سرش لازم است که بگیره روزای دیگر. آلی برای ما اینجا الله تبارک و تعالی علتها را بیان میکنه. چرا این حکم الله روان کرد که مسافر و مریض خورده میتونه و این روزا کم است؟ علتها را برای ما بیان میکنه. یرید الله بكم اليسر، اراده داره الله تبارک و تعالی بالای شما الیسر، آسانی را. نه، چون که آسانی را اراده داره، از امو خاطر الله تبارک و تعالی بالای کسانی که توانمندیش نداره میگه که نگیره. ولا یرید بكم العسر، اراده نداره بالای شما سختی را که سر شما سختی بیاره او بگویه که هر نوع کی باشه بعد شما بگیریشه. نه، الله تبارک و تعالی احکام خدا طوری مراعات میکنه که تو در سختی و حرج واقع نشوی. ولی تکملوا العدة، دیگه که شما کامل کنی شما را. چرا بعد از مریضی و بعد از مسافری بگیری؟ به خاطر که شمار روزه خود تکمیل شود. ولی تکبر الله علی ما هداکم، و دیگه شما بزرگی الله را یاد کنی به مو طریقه که هداکم الله براتان تعلیم داده. الله یاد کردن بری خود طریقه داره، از او خاطر از خود طریقه نمیکشه، بلکه طریقی که الله براتان تعلیم داده به مو طریقه الله را یاد میکنه. اینجا مراد از تکبر الله تکبیر تشریق است. تکبیر تشریق مثل که در عید قربان است که از صبح عرفه شروع میشه بعد از هر نماز تا عین نماز عید، نماز عید قربانه. در عید خورد در رمضان هم تکبیر تشریق است. با مجردی که ماه شوال دیده شوه از امو بیگاه شروع میشه تا وقتی که نمازی چی ختم نشده، نماز عید ختم نشده، تکبیر گفته میشه. این تکبیر تشریق کلمات مختلف داره. مشهورترین کلمش چی است؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. تاسف است، او امری است که قطعا در وطن ما مرده. در وطن ما چیست؟ کسی هم سرش عمل نمیکنه، لیکن در یادتان باشه که در این رمضان عمل سرش بکنه. وقتی که ماه عید دیده شد، آواز پخش شد که چی است؟ سبا عید است، نه اعلان شد. همونجا یک دفعه با آواز بلند بگه الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر. طرف عیدگاه که میره این تکبیر بگوی، بعد از نماز بگوی، دم خود عیدگاه بگوی. چرا؟ این تکبیر تشریق است، ولی در افغانستان تالی را عمل نشده سرش. اونمو حکم الله است که قطعا مرده. قرآن میگه از امو خاطر ما تکبیر عید قربان میگیم اما عید فطر نمیگیم. از او خاطر این آیت متعلق عید فطر است. چرا که الله گفت که در روزه اختتام پیدا میکنه، شما الله را به بزرگی یاد کنید. ولی تکبر الله، که با تعظیم و بزرگی یاد کنی الله را، علامه به مو طریقه که هداکم راهنمایی کرده، تعلیم داد الله برایتان. سعی کنید یاد الله است. امی یاد الله برای خود طریقه مخصوص داره. اینطور نیست که از جان خود ما بسازم حلقه بزنم پیر صاحب اونجا نشسته ذکر میکنیم. چی ذکر است؟ پیر کامل و مکمل است و که در یک لحظه تو را دو جهان میرسانه و که تو را اینطور میکنه و که در روز قیامت اینطور میکنه. مدح پیر صاحب کرده رایسته، سرا را شور داده رایسته، ایرنا میشه چی مانده؟ بگوی ذکر عبادت. کدام سنت آمده؟ پیغمبر همینطور القا میکرد، صحابه همینطور استاد میشد، پیر همین قسم بود. مردم برش می آمد در پایش سجده میکرد، باز پس کوی میرفت، باز جندی میگرفت. چه همین گپ بود؟ همین دین است؟
شما بگوید دیگه. دین کدام میگه؟ قرآن خو میگه به اون طریقی که همین تکبیر گفتن ما میتونیم که یک روز پیش از چی بگویم؟ حالی ذکر الله چرا؟ چی بدی داره؟ ما 2 روز پیش بعد الله اکبر بگویم چقدر خوب نمایان شوه. ها؟ میتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ دین به خود حدود داره، دلیل داره. به سند و دلیل دین شده نمیتونه. ولعلکم تشکرون، و دیگه به خاطری که شما شکرگزاری کنی نعمت بزرگ الله تبارک و تعالی را. چرا؟ به خاطری که کدام نعمت الله براتون داده او را در جای مناسب از پیش استفاده بکنی، نسبت نعمت به الله تبارک و تعالی بکنی، در مقابل الله عاجزی را ظاهر کنی، در زبان حمد و ثنای الله تبارک و تعالی را بگویی. یک ماه مبارک رمضان فرمان الله را تکمیل کرده ای، شکرگزاری الله را نکنیم؟ این توفیق کی بر ما داده؟ الله تبارک و تعالی. و اذا سألك عبادی، وقتی که از تو سوال میکنه پیغمبر علیه السلام بندگانی ما عنی در مورد ما، فانی قریب، من نزدیک هستم، اجیب دعوت الداعی، من قبول میکنم دعای دعا کننده را، اذا دعانی، وقتی که از من طلب داره، فلیستجیبوا لی، باید که قبول کنه مکمل احکامی مرا، فلیستجیبوا لی، اطاعت مرا بکنه بپذیره، ولیؤمنوا، یقینی کامل بکنه بی بالای ما، به ذات، به صفات، به افعال ما، لعلهم یرشدون، به خاطری که مردم رشد پیدا کنه، در راه هدایت برسن، باید بکنه. چرا؟ متصل رمضان مسئله دعا را ذکر میکنه. دعا و رمضان خیلی ارتباط قوی داره. یکی در وقت افطار، یکی در وقت پس شوی که تو میخیزی. مکمل انسان تعلقی خود با الله تبارک و تعالی پیدا کردن. فلسفه دعا این میسته که انسان وقتی که از هم اسباب دستش کنده میشه، اون نمسته که توجهش طرف الله تبارک و تعالی میشه. از او خاطر دعا تو را میگیره با الله خوب پیوست میکنه، در عالم مایوسی، در عالمی که هیچ اسباب ظاهری وجود نداشته باشه، در موقعی که تو دیگه سر رو پاچه شده ای بالکل نمیفهمی چی کنم، دعا تو را میگه که بله ذاتی هست که آواز تو را بشنوه. در می عالمی که اسباب ظاهری وجود نداره مشکل تو را حل بکنه. دعای نمی فلسفیش است. یک 2 قسم دعا ما داریم، یکی دعای عبادت، یکی دعای سوال. دعای سوال کدام میگه؟ ضرورتم پیش شده به الله عاجزی میکنم، سوال میکنم یا الله مشکلی مرا حل کن. یک دعای عبادت است. ما مامور شدیم، ما شما در هر قاعده نماز دعا میکنیم یا نه؟ این دعای عبادت است. عبادت الله را میکنیم، مامور شدیم. پس از نمازهای فرض از پیغمبر علیه السلام مختلف دعاها نقل شده. کدام دعاست؟ بگوی کدام دعاست؟ دعای عبادت است. میگه این دعای عبادت است. 2 قسم دعا داریم. الله تبارک و تعالی در اینجا مسئله دعا را به خاطر ذکر میکنه که ما نیاز داریم که روزه را تکمیل میکنیم، خصوصا شام اونجا بسیار عاجزی بکنیم، بگیم الله تو توفیق دادی این روزه، الله توفیق آینده عمر مرم بده که مثل که نفس خود کنترل کرده بودم در این روز، در کل عمر نفسم در زیر کنترلم باشه. مثل که همین قسم پابندی فرامین تو بودم، همین قسم پابند فرامین تو در آیندم باشه. اینجاست که دعای انسان یقینا استجابت میکنه. از خاطر موضوع دعا را متصل روزه ذکر کرده. یک صحابی از پیغمبر علیه السلام سوال کرد یا رسول الله، یا آیا الله دور است یا نزدیک؟ چه قسم ما حاجات خود از الله طلب بکنیم؟ الله تبارک و تعالی آیات را روان کرد که اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. بس با بندگانی ما بفهمان که من خیلی نزدیک هستم. از الله کده کسی دیگری نفسی تم نزدیک نیست. الله از رگ گردن کدم چیست؟ نزدیک است. باز میگه کسی که از من طلب میکنه اجابت میکنه. میتونست اجیب دعوت الداعی، من قبول میکنم. در حدیث یک نیست، در حدیث آمده الله حیا میکنه که دست بنده خدا خالی پس روان میکنه، قطعا طور نمیکنه. هیچ دعای بنده بی اجابت نیست. در یک حدیث میاد بنده ما بسیار عجله میکنه، میگه که من دعا کردم الله قبول نکرد، حالان که الله قبول میکنه. یک دعام بی قبولیت نیست. خب بله گاهی اوقات همون چیزی که خود مطالبه میکنی همون چیز الله برات میده، یک گاهی همون چیز نمیده، بلکه برای تو مناسب امر دیگه است. اتور ضرر برای تو میایه که تو را تباه میکنه، الله در جای خواست تو همون ضرر از تو چی میکنه؟ دفع میکنه. 2 سوم
گاهی امی دعا را ذخیره برای چی میکنه؟ آخرته. چرا گفتم که دعا در حدیث چی میگه؟ هو العبادت، الدعا هو العبادت. وقتی که فهمیدی که دعا عین عبادت است، عبادت کیفیت و طریقه داره یا نداره؟ داره. کیفیت و طریقش کی بیان میکنه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ما کدام کیفیت و طریقه و وقت و زمان برشتین کده میتونیم؟ بگوی، شما بگوی میتونیم؟ نمیتونیم. پس آلی ملاصایبای ما که بعد از فرض نیمه روی خود دور میده و مقتدیا زود و امام زود اما ملا مقتدیا این اعطای را در سنت خوانده و زود به خاطر که مقتدیا در دعا منتظر است میکنه. این را یک سند بر ما پیش کنه. دعا خو عبادت است. کیفیت عبادت خو پیغمبر بیان کرده. آیا پیغمبر امی کیفیت کرده؟ امی وقت خاص کرده در پشتی سری ازی؟ پیغمبر خو فرض میخوان، تسبیحات میخوان، میرفت در خانه هر قدر نفلی که الله برش مقدر کرده بوده مو قدر میخوان، باز بعد از او در گوشه تاری یکی خانه، هیچ کس قطش نیست، نه ریاست نه سمعت است نه خودنمایی است، بری خود علایده نشسته در خانه خود است، گناه های خودم پیش میکنه، نعمت های الله هم پیش میکنه، به الله خود عاجزی میکنه که الله سعی که این خانه جایگاهی بست، تو برم جایگاه مقرر کردی، شب آمده ما راحت شدیم رفتیم، چقدر احسان تو بوده که من کلی روز گشتم، زبانم کار کرد، چشمم کار کرد، گوشم کار کرد، دستم کار کرد. یا الله اگر همی زبانی من یک دفعه بند کنی گم شم چی بکنم؟ چشمم دیدن نتانه. احسان بزرگی تو نبود؟ او شکرگزاری تو در مقابل نعمتای تو به یک نماز ما بالکل هیچ کفایت نمیکنه. خب بله، اگر من عبادت تو را شب و روزم بکنم بازم نعمت توست. اگر تو توفیق می عبادت نمیدادی من عبادت کردم میتونستم؟ اینی را مردم میگه دعا. اونجا باز دعا بکو که لذت دعا را بدانی، اونجا باز دعا بکو که تو بفهمی که دعا چی را میگه، اونجا باز تو در کده میتونی. اما مردم از عبادت ما چی جور کرده؟ عادت، رسم و رواج. مردکه اونجا موتر آران داره، در ملایمان قار است که زود چرا بس نمیکنی که موتر از پیشو میره؟ اوی میگه دوای بیمارا، دوای بیمارا، دیگهش دوای چیست؟ قرضدارا، دوای فلانی. و برادر این کدام دین است؟ تو باید تمام کیفیت عبادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدانی، او وقت تو باید دعا بکنی. دعای انسان الله قطعا قبول میکنه. خو کی قبول میکنه؟ اذا دعانی، وقتی که طلب کنه. یک آدم طلب نمیکنه، کلی عمر در زیارت و زیارت گشته رویست، از الله طلب نمیکنه، چطور الله برش بده؟ خب الله خو میگه که هر کسی که طلب میکنه من قبول میکنم. گفته الله گفته که نه تو گناهگار هستی پیش من نبی، اگر بیایم برو در فلانی زیارت با واسطه از او پیش من بیا. همینطور سند کسی پیدا کرده میتونه؟ خیر، این ملاهای نعوذ بالله بدبخت که مردم به قبر پرستی ها دعوت میده، از کدام دلیل میگه؟ الله خو گفته که اذا دعانه اجیب دعوت الداعی اذا دعانه. هر وقتی که اذا، کسی که لغت عربیت صرف و نحو را خوانده میفهمه اذا برای عمومی اوقات است. عمومی چی است؟ هر وقت. حالت گناهگاریت است، اگر حالت گناهگاریت نیست، در هر وقت الله دعایت قبول میکنه. نگفته که از تو را قبول نمیکنم پیشم نبیا. از الله که در رحمان ذات دیگه نیست. خب بله، شرطا داره. شرط در خود داعی، شرط در خود دعا، شرط در کدام چیزی که تو طلب داری، هر کدامش برای خود شرط داره. کسی که دعا میکنه شرطش چیسته؟ آدم پابند دین الله باشه، آدم حرام نمیخوره، آدم یقین داشته باشه که دعایم قبول میشه، گمان نباشی، یقین داشته باش. آدم کسی باشه که عقیده توحید داشته باشه، شرک نکنه. این شرطای داعی است. در حدیث میاد بسیار آدمای جولی موی است که وضعیت ظاهریش تقاضا میکنه که می دست بالا کنه، الله قبول میکنه، اما الله قبول نمیکنه. مسافر است، جولی موی است، حالت ظاهریش تقاضا میکنه که حتما الله سوالش قبول کنه، لیکن الله قبول به خاطر چی نمیکنه؟ به خاطر که خوراکش چیست، لباسش چیست، مسکنش چیست، بس کلش حرام است. امروز ما بسیار دعا میکنیم لیکن دعای ما قبول نمیشه. چرا نمیشه؟ از ماموری دفتر گرفته تا معلم مکتب امام رشوت خورده. میخوره نمیخوره؟
چرا؟ خوراکش مردم ها حج به چی کردن؟ حرام. مردم ها مسجد ها را به چی جور کردن؟ حرام. مدرسه را به چی جور کردن؟ بس دیگه از کجا خیلی دعا قبول کرده شود؟ پیغمبر میگه حالت ظاهری تر مردم که مسافر جولیده موی است بعد دعایش قبول شود، اما قبول به خاطر نمیشه که آدم حرام خورده. قلب حاضر باید داشته باشی، باید عقیده داشته باشی که الله میپذیره، تو شک و تردد نکنی و دیگه عقیده شرک نداشته باشی. شرطای خودی دعا چی است؟ شرط دعایی است که چشمت بند کنی از نظر نامحرم، گوشت از شنیدن غیبت و گپای دروغ بند کنی، دستت از حرام خوری بند کنی. شرط دعا طلب دعا را نکنی، دعا را تجاوز در دعا نکنی. این شرطای خودی دعاست. کدام چیزی که طلب میکنی شرط و هم شرط داره. اینطور چیز طلب نکنی که سبب واقع شدن گناه و قطع شدن صله رحمی شود. دعا کنی که الله مرا دیگر روی مامای مرا در روی من نزنی. چرا نزنی؟ صله رحمی قطع میشه. یا الله مرا دیگه در اینطور مسجد نبیاری که من نماز بخوانم، گناه است. یا اینطور سوال میکنی که شایان تو نیست، میگی یا الله در اون جایی که پیغمبر زندگی میکنه امو جا را برای من نصیب کنه. برادر مقام پیغمبر رو تو با هم برابر است؟ چیزی را مطالبه بکن که لایق حالت باشه. این شرط هاست. الله تبارک و تعالی هیچ دعا را هم رد نمیکنه به شرطی که شرایط پوره باشه. اوقات دعا کدام است؟ در کدام وقت آدم دعا کنه؟ وقت افطار، وقت نزول باران، وقتی که جنگ در میگیره، در بین اذان و اقامت، در مقامات، در صفا، مروه، عرفات، بگوی در منا، در طواف و جاها، در مزدلفه، جاهایی است که اونجا دعا قبول میشه. اوقات سیوم حسی آخری شب دعا کردن قبول میشه. در روز جمعه در 1 ساعت دعا قبول میشه. این مقامات اوقات و وقت دعاست، تو باید دعا بکنی، از الله طلب بکن. کدام کس است که دعایش حتمی قبول میشه؟ پیغمبر میگه اتق دعوت المظلوم فانه لیس له حجاب. از دعای مظلوم بترس که در پیش روی دعای مظلوم قطعا پرده وجود. در یک حدیث میایه که الله 3 دعا را رد نمیکنه. کدام دعا را؟ دعای روزداره، دعای مظلومه و دعای مسافره. در یک حدیثی تو آمده که 3 دعا رد نمیشه: پدر و مادر، مظلوم و مسافر. خو حکمت در این دعا چرا رد نمیشه؟ مظلوم کسی است که مورد ظلم قرار گرفته، هیچ طرف کسی نیست که همکاری از این را بکنه. از او خاطر اسباب و وسایل ظاهری از هر طرف چی شده؟ قطع شده. حالی یک توجهش طرف کیست؟ هر دعایی که نمی رقم شرط پیدا کرد که کلی توجه طرف کی شد، اونو دعا را حتما الله قبول میکنه. مسافر هم همینطور است، در دار و دیاری بیگانه قرار داره، نه بچه کاکا داره نه بچه ماما، نه کسی چی همکار و مددگار داره، یک جهت برش باقی مانده. از خاطر وقتی که دعا میکنه کلی توجهش طرف کی میشه؟ یک الله. پدر و مادر در مقابل اولاد خود که دعا میکنه الله رد نمیکنه. چرا؟ بچهش زشت کاری میکنه، بد برش میگه، حالی دلش نمیشه که دگیری پلیس هم بده. چرا؟ بچهش است. خو لیکن یک دفعه سوز دلش پیدا میشه. سوز دل که پیدا شد همین کلی توجهش طرف کی پیدا میشه؟ الله. این اینجاست که بددعای پدر و مادر در حق اولادش هم زود درگیر میشه. تلاش کنه که پدر و مادر در حالت بددعایی گیر نکنه. البته یکی پدر و مادر بددعا به خاطر کار شرعی به تو میکنه، تو را به طریق سنت نماز میخوانی و برات بددعا میکنه، از این بددعاها نترسی. خب الله تبارک و تعالی تو دعاها را باز قبول نمیکنه. در غیر از او دعا یکی از جمله اسلحه های آخری انسان است. بعد از اسباب ظاهری بزرگترین اسلحه که ما استفاده و استعمال میکنیم کدام است؟ دعا است. با الله عاجزی بکنه. اما امری که خیلی زیاد مشکل به نظر میرسه شما شروع بکنی به دعا، الله او را پورا میکنه. و اذا سألك عبادی، وقتی سوال میکنه از توی
پیغمبر علیه السلام بندگان ما عنی در مورد ما فانی قریب، الله میگه من نزدیک هستم، اجیب دعوت الداعی، قبول میکنم دعای دعا کننده را، اذا دعانی وقتی که از ما طلب بکنه، از قبرا طلب نکنه، فلیستجیبوا لی، باید که قبول کنن اجابت کنن تمام طاعات و اوامر مرا، ولیؤمنوا بی، باید که یقین داشته باشه بالای ما، یعنی عقیده صحیح بالای ذات ما، بالای صفات ما، بالای افعال ما داشته باشه. لعلهم یرشدون، بخاطر که ده مقصد خود برسه، ده هدف خود برسه توسط دعا. وحل لكم لیلة الصیام الرفث، حلال کرده شده برای شما در شب روزه الرفث، هم بستری کردن، خواهش پورا کردن، امرای الی نسائکم، به زنانتان، هن لباس لکم، یا لباس برای شماست، و انتم لباس لهن، شما لباس برای زنایتان هستی. علم الله، معلوم کرده بود الله، انکم کنتم، که یقینا شما هستی، تختانون، ده خیانت واقع میکنه، انفسکم، نفسایتانه، فتاب علیکم، رجوع رحمت کرد الله تبارک و تعالی به قبول نمودن سوالتان یا به تخفیف آوردن، و عفا عنکم، و وسعت داد در حکم، یا و عفا عنکم، از عمل سابقتان الله عفا کرد. فالآن باشروهن، پس آل شما هم بستری بکنه به امرای زنایتان، و ابتغوا ما کتب الله، طلب کنه آن چیزی را که الله مقرر کرده لکم برای شما از اولاد صالح، و کلوا بخوری و اشربوا بنوشی حتی یتبین، تا ای که خوب واضح شوه لکم الخیط الابیض، برای شما اموتار سفید، من الخیط الاسود، از تار سیاه، من الفجر، از فجر، ثم اتموا الصیام، بعد از پورا کنی روزه را الی اللیل، تا شب، تا غروب آفتاب، ولا تباشروهن، شما هم بستری نکنی امرای همسرایتان، و انتم عاکفون، در حالی که شما معتکف باشه، فی المساجد، در مساجد. تلک حدود الله، ایو چیزایی که ذکر کرده شد محدودیت هایی بود که الله مقرر کرده بود. فلا تقربوها، نزدیک نشوی ده او امری که الله منع کرده. کذالک یبین الله، اینمی قسم که احکام الله بیان کرد، واضح واضح بیان میکنه الله آیاتی احکام دیگه خودم، للناس، برای اصلاح مردم، فایده مردم، لعلهم یتقون، بخاطر که مردم خدا وقایه کنه ده امور غلط واقع نشوه، به این خاطر الله بیان میکنه. حکم متعلق روزه، باز چون مسئله روزه بود، مسئله دعا در بین آمد، چون که دعا در رمضان خیلی قابل قبول است، الله ذکر کرده بود، اینجا باز موضوع رمضان آمد. پیغمبر علیه السلام و صحابه در اول مامور بودن وقتی که غروب آفتاب میشه تا که خواب نرفته خوراک میتونه، کمی خواب رفت بعد از او دیگه خوراک من است. یکی از صحابه کرام که روزه داشت، بیگاه که خیلی مانده و زله شده بود آمد تا که همسرش برش روز افطاری و گپا تیار میکرد، باز بعد از غروب آفتاب باز خو رفت، که خو رفت باز خود چیز خورده نمیتونست، سبا باز روزه گرفت و زوف شد. این حالت سرش آمد، الله تبارک و تعالی حکم روان کرد، آلی در تمام شب اگر آدم خو میره اگر نمیره، اما الله تبارک و تعالی روا کرد خوردن، نوشیدن و هم بستری کردن. و همچنان بعضی صحابه از طرف شب با امرای همسرایشان هم بستری کردن و این حکم خو ممنوع بود. الله تبارک و تعالی در این حکم هم تخفیف آورد و مکمل شب رمضان مبارکه حلال کرد برای خوردن، نوشیدن و هم بستری با امرای همسرایشان. این تخفیف حکم از جانب الله بود، چرا حالات مردم تقاضای امی گپا را میکرد. اما الله تبارک و تعالی که حکم بیان میکنه بر ما به طرز و طریقه بیان میکنه که انسان درک بکنه واقعیت‌ها را، که یقینا زن چی مقام و منزلتی داره برای مرد، شوهر برای زن چی مقام و منزلتی داره، احکام الله چی جنبه هایی داره، آیا جنبه های محض پوره شدن خواهشات نفسانی است یا نه که در این حکمت های بزرگ دیگه وابسته است. الله تبارک و تعالی حکم به طوری بیان میکنه که ما تو درک میکنیم که حکم الله مصالح خیلی عظیمه در بر داره. اول بر ما میگه احل لکم لیلة الصیام الرفث، در مسائل استفاده کردن از خوردن، نوشیدن یا همچنان هم بستری کردن ما در یک محدودیت قرار داریم. الله برای ما چوکات مقرر کرده، هیچ وقت ما بدون نمی محدودیت آزاد نیستیم که هر نوع که خواهش قلبی ما باشه امو قسم بکنیم، نه، الله در این مورد برای ما حدود مقرر کرده. خوردن، نوشیدن، هم بستری کردن حدود داره، چون ما بندگان الله هستیم، مطابق حدود الله باید
زندگی خدا پیش ببریم. از او خاطر برای ما میگه حلال کرده شده، یعنی ذات الله براتان حلال کرده، وگرنه شما بندگان الله است، پابند حکم الله می باشه. چی را حلال کرده؟ الرفث، پورا کردن خواهش، هم بستری کردن. قرآن کریم ادب بر ما یاد میده از موضوعی که در این قسم حالت می باشه به طریق کنایه ذکر میکنه، صراحتا نمیگه. الا نسائکم، رفث برای یعنی هم بستری کردن با زنانتان. چرا؟ هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنا لباس برای شماست و انتم لباس لهن، شما لباس برای زنایتان هستی. چه رقم لباس است؟ لباس چی میکنه؟ لباس آدم از سردی و گرمی نگاه میکنه، لباس سبب زینت انسان است، لباس وقایه وجود انسان است. بس لباس لازم و ملزوم است. قطع تو نمیخوای که لباست لکه‌دار شود. تعبیر قرآن ببینی، عالی مقام و منزلت شوهر برای زن و زن برای شوهر بالکل واضح میشه. در جامعه افغانی یک دفعه نظر بندازه که آیا زنا در پیش شوهرای خود چه حیثیتی داره و قرآن چه تعبیری داره. ما لباسم است، نمیخوایم ای بسوزه، نمیخوایم حتی لکه بخوره. اگر لکه بخوره دستی تلاش میکنم، صابون پیدا میکنم، پس ای را چی میکنم؟ محو میکنم. خوش دارم لباس خیلی درست داشته باشم، پاک داشته باشم. با می لباس ما خب معلوم میشم. همسر برای شوهر لباس است، پاک دامن جور میکنه تا ملوث نمیشی نعوذ بالله به گپای غلط و نادرست و بی حیایی. یک خودت میخوایی لباس مخصوصی ما باشه، با کسی دیگری نباشه، لباس ما را کسی دیگری نپوشه. شوهر از زن همی مطالبه را داره که فرشش کسی دیگری پایمال نکنه، قدم در فرشش کسی نمانه. زن خواهش داره که شوهر لباسی ماست، این لباسی ما را کسی دیگری نپوشه، شوهر امام جای دیگر غلط پایمال نکنه. زن برای ما پرده است، بله پرده است، کلی عیبای ما را پوشانده. از او خاطر زن عیوب شوهر خود به کسی دیگری ولو نزدیکترین دوستی باشه قصه نمیکنه. شوهر تمام مسائل زن خود به نزدیکترین دوست قطعا قصه نمیکنه. قرآن برات میگه شما لباس مثل بدن واری لازم و ملزوم هستی، عیبار لباس پوشانده. این همی قسم تمامی گپایی که در بین شما میگذره در بین شما باشه. حیثیت لباس داره. لباس زینتیت است، همسر زینتیت است، شوهر زینتی توست. یکی با دیگه زینت است. فقط کی زینت میشه؟ زینت وقتی میشه شوهر در این فکر باشه وقتی که ما همسر خود چطور قدردانی کنم، چطور حقش بشناسم و پوره بکنم، و زن در اینمی صدت باشه که حق شوهر را چطور ما پوره بکنم. با کدام امور شوهرم خوش میشه، شوهر بگه با کدام امور زنم خوش میشه. امی احساسات اگر باشه انشالله نه موضوع طلاق پیدا میشه، نه جنگ، نه جدل، نه از خانه کشیدن، هیچ چیز پیدا نمیشه. ما خمیر میگیم که بیای کتاب الله را بخوان، بیای کتاب الله را بخوانه که ضرورت پیدا نشوه کسی طلاق یکی دی دوی سه داده شوه. نه نه نه، قرآن بخوانه که حیثیت یکی دیگه تا بدانه بفهمه. علی من در عمر خدا می لباسم خوش ندارم کسی لکه بزنه، ای لباسم از ما بگیره، ای لباسم را نعوذ بالله تحقیر و توهین کنه، قطعا نه. بس دیگه قرآن برات گفت که زن لباس برای شما، شما لباس برای زن است. عزتم است، آبرویم است، بگوی همه چیزم است. بس حالی قایل شویم دیگه. اتو نشوه در جامعه افغانی ما زن محکوم ترین چی است؟ فرد است. در خانه داخل میشه سلام پرتافتن خو عیب است سری زن. اصلا موتوری یا نه؟ قاشا در اینجا افتاده، مانده نباشی برات میگه، زنده باشی نمیگی، خوش آمدید برات میگه، خیر ببینی برش نمیگی. در وقت و عادت چیزای ضرورت خانه را نه سبزیجات نه چیزای خوراکباب برش نآورده. ضرورت میشه بر رفتن خانه پدر سوغات یا کرایه را برش داد نمیدی. چی توقع از او داری؟ پدر نالت حالی اینجا تو انسان شدی، چارپای بودی اینجا. و این گپا خود دیگه می احساس میکنه که من واقعا چطور بودم.
آری چی احترام و تعظیم بری تو داشته باشه؟ ها؟ در جامعه افغانی ما این گپا در حد آخر است، در حد آخر. شما باور به الله بکنی حق زنا را نشناختن، من حیث لباسی را زنا را برای خود نگاه نمیکنه. بس امو جنگ، جدل، نزاع، کشمکش، مرد سالاری، خشونت، خلاص. یک طرفی ما اینطور مردم است، یک طرف دیگه ما چطور مردم است؟ امیطور تمطراق سر شوهری خود میره که بیچارگک بی اجازه بگوی چادری خود گرفته نمیتونه، چادری خود اینطور سیاست سرش میکنه که تو میگی یک غلامی تربیت شدی عزیز. چرا؟ نمیفهمه حیثیت زیر مقام شوهر خدا. مقام شوهر چه قدر بود؟ پیغمبر گفته بود که اگر سجده جایز می بود زنا را امر میکردم که برای شوهرها چی میکرد؟ سجده میکرد. در حق زنا چی گفت پیغمبر؟ ای خیارکم خیارکم لاهله، بهترین شما کسی است که برای اهل خود چی باشه؟ بهتر باشه، بهتر باشه. بهترین شما در بین مجموعه شما بهتر کسی است که به اهل خود خیار باشه، خیر باشه، از حالش خبر باشه، از حالاتش خبر باشه. بیه آدابی که شریعت اسلامی برای زن و شوهر مقرر کرده، اوامری که شریعت اسلامی یار مکلف ساخته، او را بجا بیاره. باز بعد از او بگوید شکایت بکنه که بله احترام متقابل وجود نداره، عزتمندی متقابل وجود نداره، باز جنجال و کشکال قطعا نیسته. خب با تأسف که از قرآن دور زندگی شده. خب از اون دختر چی توقع بکنیم که یک روز قرآن نشنیده؟ خب تمام روز تا بگاره در خانه دق آورده فیلم سعی کرده، دق آورده فیلم سعی کرده. خب حالی گناه دختر در چیسته؟ در موبایل قطعی کسی ارتباط گرفت از دست تنگ بودن در خانه، احترام نکرده به خاطر که فیلمای جنگ و جدل دیده. او چی احترام بفهم؟ یک روز در درس قرآن و حدیث نرفته و تو نماندی، تو پدر تو شوهر نماندی، چی احترام داشته باشه برای تو؟ خب بفهمه که من مسئولیت دارم. قرآن یک گپ برای ما گفت، هن لباس لک. از این که تعبیر زیبای نخواد در یک لسانم ما و شما پیدا بکنیم، مثل که قرآن برای ما گفت که هن لباس لکم و انتم لباس لهن. بس لباس هستی. علم الله انکم کنتم تختانون. الله معلوم کرده که شما واقع میکنی در خیانت، واقع میکنی انفسکم، نفسایتانه. حالت سخت بود، بعد از خواب رفتن هم بستری نمیشد او تقاضاها زیاد پیدا میشد. صحابه کرام در بعضی روایت است که واقع شدن در میطور حالت. اگر واقع شده باشه عفا عنکم، ایمانا را داره الله عفا کرد از شما. چرا؟ به خاطر که توانایی قطعا وجود نداشت، از او خاطر الله شما را نمیگیره. یا است که تعالی را واقع نشده، خو الله معلوم کرده که همینطور حالت ناگوار پیش میشه، از او خاطر فتاب علیکم، الله رجوع رحمت کرد برای تخفیف حکم و عفا عنکم. در حکم خود وسعت آورد، نگفت که همی خو رفته دیگه چیز خورده و نوشیده نمیتونه، نه، تا که طلوع صبح نباشه. این پشتی سر بر ما میگه فالآن باشروهن، آلی هم بستری بکنه. خو وابتغوا ما کتب الله لکم. ده هم بستری تنها قضای حاجت نیست، شهوت نیست. یک حیوان واره نعوذ بالله که فرقی نمیشه در هر جایی که باشه. دنیای غرب آل زندگی حیوانی است. برای کسی که ضرورت برای قضای شهوت میشه، در هر محله، در هر کوچک، هر کسی که باشه، دین مقدس اسلام قانون یا برنامه خیلی سنجیده و بگوی خیلی مرتب داره. اینطور نیست که نعوذ بالله هر طرف که میری و هر طرف که خواهش پوره میکنی برای تو اجازه است. نه، همین جمع که خواهش پوره میکنی محض پوره کردن حاجت نباشه، بلکه هدف بزرگ دیگه در نیتت موجود باشه. او کدام است؟ وابتغوا، طلب کنی ما و اولادی را کتب الله که مقرر کرده الله لکم برای شما. دمی هم بستری هم شما طلب اولاد صالح را داشته باشی که الله بر ما اولاد بده و اولاد صالح باشه، دعوت دین بکنه، او یقینا وارثی واقعی ما باشه، اخلاق ما در او موجود باشه، دیانت ما در او موجود باشه. چرا؟ این موضوعی است که نسل انسانی نمیتور باقی میمانه. اگر پدر و مادر ما نمی بود ما کجا بودیم؟ از او خاطر تو باید این گپ داشته باشی. قرآن میگه با هم بستری کردن این نیت و اراده را باید داشته باشی که اولاد الله برات بده.
امروز به قصد نعوذ بالله که زندگی حیوانی را پیش ببره، دواها را میخوره که اولاد نبیاید. باز چی میگه؟ بیا که زندگی خوش تیر کنیم. کدام زندگی خوش؟ تا چی وقته؟ روزی فرا میرسه که ای پدر ای مادر که اولاد نداره، در خیلی ضعیفی میرسه، اونجا باز در دلتان میگرده که کاش که یک اولاد نداشتم که حالی از اونجا از سطل یک گلاس آب برم میداد. اتو روز سرت میرسه، تو پدر باز میگی که کاش که اولاد میداشتم که حالی از بازار یک کیلو سیب برم می آورد. خود تو در حالت جوانیت مست بودی، میگفتی زندگی خوش تیر میکنیم. اینجا در پالوی ما کسی نباشه که چونگ چونگ گریان کنه ایگه پا باشه. نه، ما زندگی خوش، آزاد بگردیم برویم، زنم خوش شوهرم خوش. لیکن این خوشی نیست، این قطعا خوشی نیست. اگر پدری مادر تو امی تو واری زندگی میکرد تو در دنیا می آمدی؟ قرآن میگه نه، با همبستری محض پورا کردن مطلب نیست. همبستری برای یک هدف عالی است که به دنیا آمدن اولاد صالح است. و کلوا بخوری و اشربوا بنوشی، تمام شب برای شما اجازه است، حتی یتبین، تا که خوب واضح شود، لکم برای شما، الخیط الابیض، و همون تاری سفید، من الخیط الاسود، از تاری چی؟ سیاه، من الفجر، از صبح. از صبح. یک صحابی عدی ابن حاتم رضی الله عنه نام داره. آیت قرآن شنیده بود، من الفجر نشنیده بود، برش گفته نشده بود. رفت قرا خو کرد، زیر بالشت خود دو دانه تار ماند، یکی سفید یکی سیاه. هر دفعه میخی سعی میکرد که تارا با هم جدا شده یا نشد. صبح شد تارا جدا نشد. آمد پیش پیامبر علیه السلام گفت یا رسول الله این تارا خود جدا نشد. گفت عجیب است، من الفجر، این تاری نه که تو او را چی کرده ای؟ لوله کرده ای، در زیر بالشت مانده ای. تاری که در آسمان دیده میشه، یعنی خط سفید و سیاه با هم جدا میشه. غروب که میکنم غروب هم خط سیاه و سفید جدا میشه. صبحکی هم همینطور است. و این یک امری است که عام است. چوپان در سر کوه هم میفهمه سرش. بگوی یک شاگرد مکتب در شهر هم سرش میفهمه. یکی ما و شما هستیم که متوجه از این استیم گروپا دمی روی ما را گرفته یا کوها می باشه. اگر این کوها نمی باشه غروب بالکل شما شام برای بیرون بالا شدن چی را شب بالکل میفهمه که سیاه حرکت کرده بالا میاد، لحظه به لحظه بالکل هر کس میدانه. دین اسلام احکامش آسان است. این نیست که بر ریاضیات آلی نقشه کشیده میشه سحر و افطار، به نقشه مردم هیچ چیزی نمیتونه. باز دیگه پیدا میشه دیگه از جان خود میگه احتیاط دایسته. نقشه شالی قطعی امروز مقایسه کنی که چقدر فرق داره. 10 دقیقه پیش مردم روزه را افطار میکنه، او جناب 10 دقیقه پسان چی میگفته؟ بگو افطار گفته. ډوډۍ خور. دین اسلام به این طوری نیست. تو الله احتیاط نمیفهمه، پیغمبر احتیاط نمیفهمه، تو به احتیاط نمیفهمی. ها یک نقشه افطار سحر امام برادرای امام کشیده بود، در هر جایی که رفته بود وسو انداخته بود. چرا 5 دقیقه وقت است. آلی امون نقشه را عملی میکنه مردم کلگی، چرا که واقعیت همونطور است. مسئله احتیاط اینجا نیسته. و چیزی که در دین آمد اون امور تابعداری کو، از خود دیگه در شریعت اضافگی و حدود وضع نکو. بس خاصانی در حکم است. آسانی در این حکم است یک آدم اگر به خطا ولو که طلوع فجر شده خو خطا شده فکر میکنه که طلوع فجر طلوع نکرده، بالکل روزش صحیح است. پیغمبر علیه السلام این قسم حالت آمده اعاده نکرده. امی عدی ابن حاتم خورده روی بود، پیغمبر نگفته که باز روزه را قضا بیار، شده تبیان گفته تا که خوب واضح شود صبح. که خوب واضح شود صبح چی رقم خوب واضح شود؟ که هر کس میفهمه که این صبح بر آمده. تا نو وقت بری تو جایز است. از امو خاطر است که پیغمبر علیه السلام میگه اگر جام در دستتان بود و آذان شنیده چی نکنه؟ بگوی خدا سیر کنی، آلی جام او سو نکنه. چرا؟ بند کردن در وقتی تبیان است. در وقتی چی است؟ تبیان است. در مطلق آذان نیست. آلی آذان در چند داده میشه؟ 20 آذان ما میشنوم که فجر داخل نشده آذان میده. فجر داخل نشده. در 15 بالا چی میده؟ 15 بالا آذان 10 بالا آذان ما شنیدیم 3
حالان که دینمی روز در چند در 31 دقیقه طلوع فجر میشد. اما طلوع فجر که سبب بند شدن روزه باشه دمی هم نمیشد. لیکن مردم وقت آزان را شروع میکنه. و چرا شروع میکنه؟ اهل تشیع وقت آزان میده. چی میده؟ یه مردمای امی مازنا که هست یا خو وقتا را نمیشناسه، خوش بایستن که اول آزان ما دادم. مقتدی که برش میاد چی میگه؟ الله تعالی اول آزان است بود. این به این خوش میشه که اینا مردم گفت که اول آزان است بود. دی سعی نمیکنه که وقت داخل است یا نیست. الله رحم بکنه. ثم اتم الصيام بعد از پورا کنی روزه را الی اللیل تا شب. پس روزه بر ما معلوم شد از صبح صادق بند میشه تا طلوع چیره، تا غروب آفتاب. از خوردن نوشیدن هم بیستری کردن از این من است. از هر نوع گناه ها انسان باید اعضای خدا بند بکنه. این مفهومی واقعی روزه است. ولا تباشرهن، هم بستری کردن در ماه مبارک رمضان خبری تو جایز بود، اما در صورتی که اعتکاف میشینی در مسجد در اونجا قطعا تو باز دیگه از طرف شب هم بستری سرت بند میشه. از همون خاطر است که در حدیث میآید پیغمبر علیه السلام وقتی که در شب اخیر می آمد دیگه شد المئزره بسته میکرد ازار بنده، مانا ای بود که مکمل اهتمام برای عبادت الله میکرد. ای ده شب اخیر زیاد اهتمام میکرد. چرا؟ ده شب اخیر خود اونجا شب قدر هم میآید. او خیلی از او که شب قدر نباشه می ده شب آخری رمضان مبارک است. چیسته؟ روزهای آزادی از آتش جهنم است. در عبادت اهتمام میکرد. این حدیث کی عملی کرده؟ عربا که ده شب اخیر بیری دفتر قلف است، دکان قلف است. کجاست؟ در حرم است. چطور است؟ اعتکاف ششته. اونجا اعتکاف موضوعی نیست که یک سفید بره خیمگک در مسجد بزنه بشینه این فلانی معتکف است. اونجا زن، مرد، طفل، کلان کلگی معتکف است. اعتکاف اونجا خو فقط در حرم بشی تلاوت بکو، عبادت بکو، دعا بکو، نمی اعتکاف است دیگه. فقط یک نفرشون معذف برشان هر چیز میاره برای خوردن نوشیدن خیر و خلاص دیگه کلگی معتکف است. اینجا خو معتکف کی بشینه؟ در وطن ما یک نفر شیشته بود. قریه ما که از پاکستان آمدم اعتکاف شیشتم خو یک سفید سابق شیشته بود، بازو وفات کرده بود. مردم عقیده داشت که مولوی صاحب مولی وفات میکنه. یکی فکر میکردن این جوان آدم چرا اعتکاف میکنه؟ جوان آدم اعتکاف بکنه، جوان خیلی ضرورت داره نفس خدا بکشه، توجه خدا طرف الله تبارک و تعالی پیدا بکنه. خب موقع است برای کسی که واقعا نویسنده است، برای کسی که مطالعه قوی داره، اعتکاف بهترین زمینه و فرصت برای آدم میسر میسازه. چرا؟ کل تعلقاتت با دنیا قطع میکنی، با اقارب قطع میکنی، خنده، مذاق، بسیار گپ زدن، مصروف شدن مکمل قطع شده. فقط و فقط تو توجه دی طرف گشته آیا. بعضی مردم عقیده داره که اعتکاف فقط غیر از نماز دیگه چیز نکن، همینطور چوب باش. نه، اعتکاف که میشینی هر امری خیر انجام داده میتونی، کتاب نوشته میتونی، کتاب مطالعه میتونی، در اونجا دعوت داده میتونی در مسجد، این کلش هسته. خب بله تعلقاتی تا کم میسازی از مردم تعلقات کم میشه. قدرت الله تبارک و تعالی یک روحیه در وجود انسان پیدا میشه، یک فکر آخرت در وجود انسان تقویت پیدا میکنه. یک دم حتی همی زندگی دمی طور برات معلوم میشه که یاران یقینا که زندگی ها کلش هدر است. این دویدن ها کلش چی میشه؟ یک روز از پای میفتم هیچ چیزیم کرده نمی باشم. اعتکاف آدم بیدار میسازه که در زندگی چه قسم عمل بکنم. بهترین چیز است. خودی پیغمبر علیه السلام آنقدر اهتمام داده بود که چیسته گاهی هم اعتکاف ترک نکرده. بعد از وفات پیغمبر ازواج مطهرات اعتکاف ترک نمیکرد. از همون خاطر اعتکاف در مساجد میشه. اگرچه بعضی علما و محدثین میگه در 3 مسجد میشه. بیت الله بگوی، مسجد حرام که میگه، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس. اما در حدیث مطلق مسجد آمده، در مطلق مسجد اعتکاف میشه. زنا در خانه اعتکاف شده نمیتونه. ازواج مطهرات حجره داشتن اما در مسجد نبوی خیمه میزدن اعتکاف میکردن. چقدر امن و امان بود در اون زمان. از او خاطر اونجا زن و مرد کلگی اعتکاف میکرد. حالی اعتکاف کس نمیشناسه.
الله تبارک و تعالی کدام احکامی که خاص است برای اعتکاف او برای ما بیان کرد که در حالت اعتکاف هم بستری نمیشه. تلک حدود الله، اینمی حدود الله است. حدود الله است. از کدام چیزی که الله منع میکنه باز اونجا تعبیر میکنه حدود الله است، یعنی ضوابط است که الله وضع کرده. باز میگه فلا تقربوها، نزدیک نشوید. اگر مامورات الله باشه باز اونجا میگه فلا تعتدوها، تلک حدود الله فلا تعتدوها، تجاوز نکنی از حد. در چیزی که منهی باشه اونجا میگه نزدیک نشوی، نزدیک نشوی. این حدود الله است. الله حد وضع کرده برش نزدیک نشو. آلی تو مرتکب از این نشوی. نعوذ بالله. اسباب و وسایلی که تو را میرسانه با او گپ باید تو جلوگیری کنی. آلی قطعی زن دست اندازی نکنی. در این روزا مردم ها زنگ میزنه، زنگا خیلی زیاد میه. از دست بی احتیاطی روزی خدا میده کده حتی موجب کفاره گشت، موجب کفاره گشته. آلی کفاره باید بدی. یک روزه خورده 2 ماه پای در پای روزه بگی. غلام آزاد کردن وجود نداره. آلی دیگه تو چی بکنی؟ مجبور هستی که 2 ماه پای در پای روزه بگیری. تو یک روزه توان نداشتی 2 ماه را چطور بگیری؟ الله این جریمه سخت برای تو چی کرده؟ علتش است بگوی بی اعتنایی، غفلت، بی باکی، چنگ و چسب بکو، خواب بکو قطع همسری خود. نه، انسان احتیاط بکنه، تدابیر بگیره. قرآن برات میگه فلا تقربوها، حدود الله است، نزدیک نشوی به حدود الله. کذالک یبین الله، اینمی قسم که احکام الله براتان بیان کرد برای مصلحتتان. اینمی قسم واضح واضح بیان میکنه الله آیاتی احکام دیگه خدا للناس، برای اصلاح مردم. لعلهم یتقون، بخاطر که مردم تقوا را اختیار کنند، متقی شوند. کل احکام الله اسباب تقوا است که تو متقی شوی. در تو احساس و شعور پیدا شوه که ما همی قدر عمر خدا کنترل کردم، بالکل اوامر الله را بجا کردم، میتونم تمام زندگی نمی قسم خدا کنترل کنم. از کدام چیز که الله مرا منع کرده بالکل از اون منع شوم. چرا انسان میتونه؟ الله هر حکم بنابر توان و توانمندی و قوتی تو سری تو را مکلف کرده که ادا بکو. هیچ وقت یک آدم گفته نمیتونه که غیر رمضانم من نمیتونم بدون حرام زندگی کنم. میتونی. اینجا چیزی حلال سرت بند کرده بود تو تانستی، در دیگه وقت کو حرام سرت بند کرده بالکل میتونی که خدا بند بکنی. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، نخوری مالایتان در بین خودتان به طریق باطل. و تدلوا بها الى الحكام، شما ذریعه میسازی بها و تدلوا بها میرسانی خدا بها توسط همی مالا الى الحكام بسوی قاضیا و فیصله کردنیا. لتاکلوا کی بخوری فریقا یک حصه من اموال الناس از مالای مردم بالاثم و گناه و انتم تعلمون، خوب میدانه که مال از شما نیست. با دروغ میگیری یا با ظلم میخوری، اینطور کار نکنه. در اونجا خوردنای حلال بود ممنوع بود. و شما روز است چیزی که حلال است ولی تو منع شده. آلی برات میگه که در غیر رمضان، در رمضان تو تربیه پیدا کردی، ذهن تیر پذیرفت، تمرین کردی، مشق کردی. آلی در غیر رمضان مالای مردم به طریق باطل نخوری، حرام نخوری. حرام رای باطل باید بگذاری. قرآن کریم میگه مالایتان نخوری، مالایتان. ولا تاکلوا اموالکم، نخوری مالایتان. مالی خود آدم چطور به طریق باطل بخوره؟ بعضی اوقات میشه انسان مالی خدا میخوره خوب به طریق باطل. طریق باطلش چی رقم است؟ مجلس دایر میکنه، توی بچهش ساز و سروته میاره در اینجا به مردم هم نان میده، خودشم کلی پیشک زده رایسته. خوب به طریق باطل شد یا به طریق مشروع؟ به طریق باطل شد. بدعتا را ایجاد میکنه، 3 و 4 و 40 و جمعی و سال پورگی کرده رایسته، مال خود میخوره لیکن به طریق چیز؟ باطل است. یکی اینجا مراد از مال خود نیست، مال برادر مسلمان دیگه است. خو لیکن الله تبارک و تعالی تو را آگاه میسازه که برادر مسلمان، بنده ما برادر مسلمانت مثل وجودی خودیت است. مالی برادر مسلمان خوردن مثل مالی خود خورد. تعبیر به این رقم میکنه لا تاکلوا اموالکم، نخوری مالایتان. مال از تو نیست، مال از برادر کیست؟ خب با مثل مال خود واری فکر بکن. در مال خود خوش داری که کسی ای را به غلط نخوره، به فریب نخوره، به ظلم نخوره، به ناروا نخوره. اوه من خوش ندارم که مالی مرا کسی به ناروا بخوره. آیا خیر
نفر دیگه خوش داره که مالیش ما با ناروا بخورم؟ ها؟ چقدر یک احساس و شعور به انسان میده، چقدر احساس. این موبایل خیلی دوست دارم و مال و ملکیت خودم است، نمیخوایم کسی را دزدی بکنه یا ای را به یک طریقه از پیش ما به زور یا به رشوت یا به یک راه دیگه بگیره، نمیخوام. قرآن بر ما می احساس میده. آلی دیگه کسم نمیخواه که موبایلش تو بگیری، دموتر بالا میشی، کمال اعتماد بس بالای سواری کرده ای، به این خاطر جایم برش اعلا کرده ای، یا است که سواری بالا شده تو یک غمخوری از زیره کردی که جای ازی قید نباشه، خیر است خود جفت گرفته ای او او مردکه شروع است در جیبی تو او موبایل تو زده. اما تو رست یا نه؟ اسلام چی احساس به مسلمان میده؟ مسلمان کسی است که خود در جای آدمی متضرر قرار بده، بعد از او فکر بکنه که آیا چی معامله قطعی آدم شود، چی معامله شود. خود در جای یک آدمی خیلی آدمی ساده قرار بده که از وطن آمده، مریض آورده در جای از او قرار بده و اینجا بلدیت هم نداره، او سخت مریض آورده، مریض هم خیلی وقت در مریضی تیر کرده، اینجا یک نسخه دوایش در 5000 افغانی هم میرسه، لیکن تو جناب کابلی بسیار تلاش میکنی که ونگ در گیر آمد. در میلی بس بیچاره از دستی که او زیرکی سری پیسه داره، سیاسر هم قطش است، تکسی گرفته نمیتونه، در میلی بس بالا میشه، سیاسر در پیش روان میکنه، بیچارگک ریش سفید است، در پشتی سر استاد میشه در میلی بس. در کابل خو ادب شما جوانا قار نکنی، ادب وجود نداره، بر ریش سفید کسی جای نمیر. این بیچارگک از او بالا محکم گرفته که نفتم، لیکن جنابی کابلی در جانش زده رایسته. کابلی که میگه مانا نیست که کسی در کابل، نه، کسی که اینجا زندگی میکنه خود خیلی چالاک میشماره. نه، این بسیار افتخار میکنه که من جیبی کی را زدم، ریش سفید زدم. اونجا پایین میشه، حالی در جیب دست میزنه که پیسه نیسته، کرایه موتر نداره. خب فکر بکنی خود در جای امیر ریش سفید قرار بده که از بدخشان بگوی تخار یا از فرا و هلمند یا از خوست و گردیز سیاسر هم آورده برای تداوی و همین حالت هم سرت بیا که حتی کرایه موتر نداشته باشی. اینالی تو اینمی دمی حالت خود قرار بده، دمی حالت خود قرار بده که یک کسی دمی حالت پولی بتا بزنه، چی احساس داری، چی قسم داری؟ این آدم چی میگه؟ این چی دعا میکنه؟ این چی میکنه؟ قرآن اونمو درس بر ما میده. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مالایتان در بینتان به طریق باطل نخوری. مالای برادرای مسلمانتان به طریق غیر مشروع نخوری. طریق غیر مشروع سود است، به طریق گیروی خوردنش است. بگوی گیروی را حالی مردم نفیش خورده رایسته. به طریق رشوت میخوره، به طریق دروغ قسم ناحق میخوره، به طریق غصب میخوره. زوردار استی بیادر، اویلی از ما است، دیوال ما کردیم، دروازه را ما شاندیم، خانه را ما آباد کردیم. گرفته تو زورم نمیرسه، نه پول دارم و نه وقت دارم که برم قطعی تو در محکمه ها سر دعوا بکنم. چی بکنم دیگه؟ امروز ببینی که چی حالت روان است در وطنتان. قرآن میگه مال به طریق باطل نخوره. مال آلی به طریق باطل است یا به طریق حق است؟ تاجر امام که مال میاره به طریق باطل است. چه رقم طریق باطل است؟ دوا آمده بود به کیفیت خیلی بالا، فیصدیش مکمل تکمیل و پوره بود، رفت با جناب فابریکه امی دوا، تجاری افغانی ما رفت گفت مواد کم کو، کیفیتش کم بیار، خو لیکن به نرخ ارزان بر ما بده. اینا دوا را وارد کرد، امو دواسته، امو نام است، لیکن در پاکستان یک تاثیر داره، در افغانستان دیگه تاثیر داره. جنریتر از خوب کار میکنه، بسیار فعال است، برقم میده، خیلی چالان هم است، هیچ خرابی نداره. رفت در چین، در ژاپن، امی تاجری افغانی تو اونجا گفت مواد کم کو، کیفیتش پایین بیار، نامش همون نام، لیکن برای ما ارزان بده. در کل مالا تقلب کاری شروع یا نیست؟ در کل مالا. ما حتی در میوه خودم تقلب کاری کردیم، نکردیم؟ کریت چی رقم پر کردیم، زیرش غوره پوره انداختی، کلش کرمی را، خود سرش شموار زردالو را چندی. در چشم مردم خاک میندازی یا نمیندازی؟ میندازی. ما برای شما او روز گفته بودیم یا نگفته بودم؟
کارتن انگور گرفتم، شموار انگور بالا، دستی امید انگور فروش تخت چوب آورد از زیری چی. من یک قدر خوشی کردم که چقدر مسلمان آدم هست کالی کارتن از زیرش تخته میده، به خاطری که ایره که من میبرم چی نشوانه، انگور زده نشوه. او مکمل گنده بوده. وقتی که در خانه بردم که کارتن اینطور کردم که در سرش فقط یک قطاره انگور، دیگه یک دم پنپنک و سیاه شده بود. کارتن زیر افتاد. این حالی مردمی. ببینی اسلامیت امیر میگه امی آدم امی دکاندار سایسته که من ساده آدم هستم و قدر نمیفهم، او سر من این موبایل 1000 قیمت داره تو 3000 گفته و من بیچاره نمیفهمیدم. گفتم نخوادی قدر زیاد قیمت بگویه، 200 روپیه شاید قیمت گفته باشه. برات میگم که 2500 میدی یا نمیدی؟ بره 2500. اینطوری موبایل هم 2500 کس میده. چند قدم که رفتم آلی صدا میکنی بیا خیر است بری تو میدم. چرا فریب میدی؟ چی ضرور است؟ قیمت مالی اصلی تا بگو مال اینمی قدر قیمت داره. عیبشم بگو. تو یک دفعه حدیث پیغمبر را بخون که پیغمبر در این مورد چی میگه؟ که کسی که فریب کاری میکنه و از من نیست در امتی ما شمار نمیشه. او تو کلی عمر دکانی تسریزی چلاندی، باز چیسته؟ از یکی بخشش طلب دار، از دیگه کجا میرم؟ حج میرم. سری کدام مال ده حج میری؟ این خواهم تجاری که زیاد احتمال ازی میرفت که مالش حلال باشه. این مردمایی که در دفترهای کار کده رایسته 6000 معاش داره، خو عالی بلدینگ تیار کده رایست. از کجا تیار کردی؟ با 6000 معاش بلدینگ تیار کده میتونی؟ راستی تا بگو از کجا تیار کردی؟ یک معلم عالی، یک معلم 6 و 7000 معاش داره، خو لیکن درآمدش خیلی زیاد میشه. از کجا میشه؟ از شاگرد. از شاگرد رشوت گرفته رایسته. در کجا؟ شما خوب ارزیابی کنی همین زندگی ما را، الله رحم بکنه. قرآن میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل که گفت هر رای غلط و نامشروع مکمل دهی بند شد. با هیچ رایی که شریعت اجازه نداده باشه تو خورده نمیتونی. یک وجه شیرام گفته و تدلو بها میرسانه امی مالا را الی الحکام و تدلو دلوه جور میکنه. دلوه چی را میگه؟ سطل چاره. مثل که سطل چاره ویزان مندازی از زیر باز آب میکشی قطش، ایره سطل واسطه برای آب کشیدن جور کردی یا نه؟ اینجا مالا را شما سطل جور میکنی میرسانیش به قاضی ها، یک چیزی این رشوت میده، دعوا کردی سر یک زمین آلی از خود میکنی. و تدلو شما میرسانی بها توسط همی مالا الی الحکام بسی حکام. ایره چرا خاص کرد؟ بعضی مردم میگه این طور فکر میکنه که برو اگر در محکمه قاضی به ما فیصله کردی برای ما حلال میشه. الله میگه حلال نمیشه. قاضی در تو فیصله کرد بنابر دلایل ظاهری، خو لیکن فیصله قاضی مال حرام حلال ساخته نمیتونه. پیغمبر علیه السلام 2 نفر پیشش آمد، نزاع داشت سر یک موضوع. یکیش خیلی چالاک بود، امیطور گپا میزد که دیگه کس قطش گپ زده نمیتونست. پیغمبر علیه السلام برشان فرمود، گفت بفهمی شده میتونه یکی از شما خیلی در زبان تیز باشه و اینطور دلایل بگوید که من فیصله برای او آدم بکنم، خو لیکن در حقیقت امر امو مالی از او نباشه. مثل که آتش جهنم برش فیصله کرده بود. آتش جهنم. بس صحابی بود، گفت نه حقی از اوسته. بس خیر خلاص. امروز با چشمی سر میبینم که حق من نیست، ناحق دعوا کردم، امر رشوت داده رویستم، اما به طریقی چی میخورم؟ باطل. و ایره ناز افتخارم میکنم که من بردم. از کی بردی؟ از مظلوم. مظلوم کسی نداره که انتقام بگیره. پیشتر نگفتم که اتقی دعوت المظلوم. از دعای مظلوم بترس که در بین دعای مظلوم و الله حجاب وجود نداره. چطور خوش هستی؟ کسی مسلمان باشه نزاعش پیدا میشه. معلوم دارست که این موبایل از کیست از کی نیسته. ولی امروز ببینه محکمه ها دوسیه ها افتاده 10 سال 20 سال دعوا کرده تالیرم
حل نشده، زندگی برشان باقی نمانده. خو قاضی بدبختم فیصله نکرده، او میگه گوی شیری برم نو پیدا شده. برش چی میگه؟ یک چند نفر خو می آوردی؟ کدام نفر آره؟ موی درازا را یک چند نفر قرقلی والا را می آوردی. قرقلی والا را چی میگه؟ کلدار. موی درازا چی میگه؟ دلار. عجیب گپ است. میگه ای روی دارا را می آوردی که فیصله میکردم. این بیچاره میره که علی مویدار ریش سفید پیدا کنم. چی شد آجی صاحب غلام حضرت پیدا کنه که خود ببره. او خبر نداره که اون مویدار چیزی دیگر هم میگه. حالت خیلی خراب است، الله رحم بکنه. کلی بدبختی از دست چیسته؟ در قرآن کتاب الله ننشستن، ایمانی درست نداره، عقیده درست نداره، در این فکر نیستن که یک روز پیش الله تبارک و تعالی رفته نیستیم. به الله خود چی جواب میگیم؟ فیصله را چرا نمیکنم؟ سری حق مردم چرا شکم انداختیم؟ چرا دعوای نحق میکنم؟ بس مؤمن هیچ نزاقتی کسی نداره. داره؟ نداره. لتاکلوا فریقا که بخوره شما یک حصه من اموال الناس، مالای مردم بالاثم به گناه قصدن. ده قاضی رشوتا را داده رویسته مال مردم به قصد میخوره و انتم تعلمون، خب میدانی که مال از شما نیست. یک مانا و انتم تعلمون، خب میدانی که این طور خوردن این مال سخت جرمی بزرگ است که هم میفهمی که حقی من نیست، لیکن پول میدی به کی؟ به قاضی. قاضی صاحب ده حقی تو فیصله میکنه، فیصله قاضی بری مال بری تو حلال کده نمیتونه و حرام است. یک حدیث پیغمبر علیه السلام میگه کسی که یک بل زمین به غصب به ظلم گرفت تا روز قیامت تا هفتم طبقه زمین در گردن ازی چی میشه؟ آویزان میشه. مردمایی که نمرات یتیما و بیوه ها را گرفته بری خود بلدنگا تیار کرده، خوش آمستن که ما الله خود در دنیا میاره بندی کرده آزاد گشته میتونه؟ دروازه که سخت بخوره وقت یا نفس داده، شمال که پیدا شود که کلکین دراب کنه یا یک خیز میزنه همونجا. هسته یا نه؟ این چی زندگی است؟ این زندگی است. بیرون رفته نمیتونی، بازار گشته نمیتونی، پیش دوستی خود آزاد رفته نمیتونی. این زندگی است. الله در دنیا هم بندی کرده، تا در آخرت خود بندی هستی. جوابی مردم بده، حقوقی مردم بده. نه این خو نیست که آدم رئیس شو، وزیر شو، پاچا شو، برو وزیر شدم. یه حقوق اینجا است، مردم چی حق داده ای سرت میآید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.